این کیه؟ دوستان عزیز ما اومدیم در رابطه با حیوانات صحبت کنیم. این کیه؟ و الان دارید یک نمونه رو میبینید. حالا آخه من کجا پاز زدم. مرسی ممنون. نایس. لطفا. شما نمونه ای از یک باغ وحش رو همینجا دارید مشاهده میکنید. واقعا جالب نیست، واقعا جالب نیست اصلا چی جالب. تشکر میکنم از کوثر ابراهیمی عزیز که بله 68 تا کامنت گذاشته. من زیر گپ تایم قبلی کلا تو 3 تا گپ تایم تو 3 تا گذشته. گپ آره تایم. من این چارت رو هی چک میکنم و آپدیت میکنم. خب مهدی رئیسی پور رو داریم همچنان، آی ام نیما رو داریم، ام ام دی رو داریم، قلب دیگه این حسن رو داریم، خب HM گیمر داری به چی پارسا نگاه حاجی می‌کنی؟ رو داریم، ارسلان. خب سروش محبی مانی مجنون. یکم با انگیزه و انرژی آره، بیشتری خیلی به اینجوری خونشون. که اینو مثلا اینجوری داریم که اینا ارسلان رو داریم، حاج فهمی رو داریم، سینا رو داریم. خب اینا بچه ها چی کار انجام دادن؟ آره بچه ها کسایی بودن که رو کانال گپ تایم بیشترین کانال رو کامنت گذاشتن. ممکن رو گذاشتن و تقدیر و تشکر میکنم ازتون. گپ تایم اینجوری رو تقدیر امروز واقعا من قیافم معلوم، مغزم امروز واقعا همراه هم نیومد. روزای دیگه میاد. موند خونه یه سری روزا، یه سری معدود روزهایی که لازمش دارم میاد ولی امروز نیومده. اصلا صورتم انسجام نداره، مثل یکی میمونم که انقدر ژل تزریق کرده به صورتش دیگه اصلا موشن دیگه نداره صورتم انگار. الان اخم کن، خوشحال باش. نه الان تعجب کرد. اینه تعجب کن. الان تمایل داری به تمایل رو همونطور که دیدید سینه حالش خوب شد در جا، فقط با ژل هم نمیتونه. ممنونم از شما. دلیل انتخاب سوژه این گپ تایم به خاطر اینه که روز 27 آبان و 27 مهر و 1 آبان بذار جداشون کنم. 27 مهر روز نجات کوالاه و 1 آبان روز ملی کروکودیله. الان فرض کن به جای اینکه من محسن باشم من یه خانم 30 سالم بغلت نشستم، چه حالی میشی؟ بچه این در حالیه که محسن حدوداً 30 ثانیه قبل از شروع گپ تایم مجددا این قضیه رو منشن کرد. خط قرمز ها رو رعایت کن. من گفتم مؤدب باشین. نه مؤدب تو داری بسترشو فراهم میکنی که من یهو ادب رو بذارم. یعنی چی؟ تو اگه یه خانم 30 ساله بشینی کنار ادب رو میذاری کنار؟ ببین حالت خوب میشه. میخواستم بگم حالت خوب بشه. آخه نمیتونم تو رو میبینم هر چقدرم بخوام تصور کنم باز محسن وفا نژاد که تازه اینجوری ادای خوب بود. هوا بلو. مثل حالت خوبه؟ قربان شما متشکرم. این که توی گپ بچه واقعا ما داریم به یه نقطه سر به سری از تعداد ترکا تو تیم میرسیم که دیگه من و همین نمیفهمیم بچه ها دارن چی میگن. میفهمم تو برامون ترجمه میکنن. دوستم دارن تازه. آره ما هر بار میپرسیم و هر بار پشیمون میشیم، اینجوریم که اشتباه از من بود. یه سری اشعار ترکی هستن که نه ولش کن. قافیه‌شون مثلا ریتمشون جالبه، با حال مثلا شینگیلی نانا. این چه موشنیه. آخه خب درست بخورون اینجوری داره ساز میزنه. تو داری چی کار میکنی؟ یه بار اینجا هم خارید قرمز هم شد. آره خواستم بگم که اشعار چی کار کردی؟ ترسیل 24 ساعت ریتم خوبی دارن ولی اشعارشون لزوما چی آموزنده نیست. اشعار یه سری از اشعار ترکی رو گفتم که چرا خودتو میخارونی؟ نمیدونم واقعا جدیدن خیلی خودمو یا میخارونم. خودتو میخارونی یا سرت درد میکنه یا همون میری. مثالی یعنی از این 3-4 تا حالت خواهش. امروز ساعت 2 رضا اومد و اولین چیزی که من از حنا شنیدم اینه که داشت رفت آب لیمو بخره. حالش خوب نیست. گفتم چرا میری آب لیمو بخری؟ نکن داری چی کار میکنی؟ نمیدونم خارش گرفتم. اومده و میگه هم سرم درد میکنه هم معدم یکم مشکل داره، یعنی هر دو رو با هم. چقدر عجیب. بار اول من دارم اینو از رضا میشنوم. رفت یه 2 کیلو آب لیمو خرید گذاشتون. آره من فکر نمی‌کردم بره بخره. میبر.
آخه اتفاقی که افتاد این بود که من دیشب که از شرکت رفتم خونه اومدم برم سمت خونه و دیدم که مثلا حال خونه رفتن تو دماغیه. بچا پاییزه و اکثرا یکم تو دماغی شدیم. نمیدونم نه پاییزه یکم با همون صدایی که وایس میدی صحبت کن. فرض کن بستگی داره دختر یا پسر. آره فرض کن. نه حالا خلاصه ماجرا اینه که اومدم برم سمت خونه و دیدم که حوصله خونه رفتن ندارم، همونو کش کردم رفتم سمت دریاچه و ماشینو پارک کردم، یه دور دریاچه دویدم و اینا. میدوی واقعا؟ دوچرخه سواری یا دویدن یکی دو بار در طول هفته سعی می‌کنم انجام بدم. هوایی اونجا کثیف نیست واسه نه دیگه اونجا از نظر مثلا خارج بودن نسبت به تهران بهترین جایی که میتونی پیدا کنی. آره تقریبا دیگه مرز کرج و تهران دیگه. یعنی باز دریاچه فضای دورش خیلی بازه، مرکز شهر نیست حداقل، چون نقطه تلاقی آلودگی های کرج و تهران میشه دیگه. خیلی فاصله داره مثلا چیتگرون پشت نقطه ازدواجشون کجا میشه؟ نقطه طلاقشون. خب گپ تایم حیوان رو داشتیم همونطوری که حالت خوبه نکن. بعد داره نکته اینجا بود که انقدر دیگه بعدش خسته و پاره بودم رفتم خونه دیگه حال نداشتم شام بخورم، نخوردم، خوابیدم، صبح با بدن درد بیدار شدم، بعد دیدم دیرم هم شده خواب موندم، هیچی نخوردم، دوباره راه افتادم اومدم. در نتیجه وقتی رسیدم مرده بودم. سردرد داشتی و نه سردرد نداشتم، بدنم ریخته بود چون 2 وعده هیچی نخورده بودم و احتمالاً تاثیر اینه. یه باره پشت فرمون بودم اس کردم بدنم خالی کرد و دیگه جون نداشتم حتی مثلا پدال گازو فشار. میدونی بعد چی کار می‌کردی؟ غذا می‌خوردم. یه چیز می‌خوردی. آره گفتم زودتر از آبربانک یه پول از آبربانک اصلا نمیتونم فکر کنم قضا چی میگیرنم. وای دخترا یه استوری بزنم برای اداهایی که تایمایی که محسن داده در خیلی کرینجید واقعا خیلی کرینجید ناراحت شدم بچه‌ها. اوکی آره در رابطه با کوالاها می‌خواستیم براتون یه چند تا فکتی بگم که سارا آمادهشون کرده براتون بخونم. سارا کلی اصرار کرد که اینا رو اینجوری بیان نکن به عنوان دانش خودت. به عنوان دانش خودم سارا برام یه سری فکت نوشته که برای شما مطرحش کنم. از اپیزود بعد دیگه سارا آماده نمی‌کنه. آره آره اون زمانیه که من نخوام رو گوشیم بخونم واضحا وقتی من دارم برای بار اولی قضیه رو میبینم. ببین یه سری تاپیک 2 روزه دارم میپرسم گپ تایم حیوان قراره در مورد چی صحبت کنیم. یه روزه داریم درست میگی یه روز دیروز به نتیجه رسیدیم 24 ساعت کمتر از 24 حیوان ساعت. مورد علاقه چیه خب خودت؟ مثلا حیوانی که گربه واقعا گربه. یه ببین یه حیوان به نظر من داریم که تو به عنوان مثلا پت میگی مورد علاقمه، یه حیوان هم هست که تو به عنوان نماد و سیمبل مثلا میگی که مثلا سیمبل مثلا این مورد علاقمه. اگه حیوان پت خونگی بخواد باشه سگ، سمبل هم گربه میخواستم الان در حالی که یه سری گربه دارن این گپ تایم رو میبینن و اینجوری در حالی که یکی کامنت نوشته بود منم همین و سری پاک کرد فوش نوشته. الان اون میمه هست میمه گربه که من مجبوری اونجا رو یه بیادبی میکنم میمه زهش هست همون گربه الان همه اینا رو به منه. بله پت گربه، سمبل پت چه سوال سختی. سمبل محسن هممون میدونیم مثلا گرگ. نایس. چرا ناراحت شدی؟ پتت می‌خواستی گرگ باشه؟ آره پت هم گرگه. خب سمبولت هم میتونه با پتت یکی باشه دیگه. آقا من تغییر کاربری دادم یه مدت میشه تغییر کاربری دادم به کوسه. الان تتوی کوسه می‌خوای بزنی؟ میخوام عروسکی کوسه درست کنم مثلا خرکوسه. بعد کروکودیل هم خیلی اخیراً علاقه من شدم. کروکودیل نه البته سوسمار که یک ادیشنی تو ذهنمه به اسم سوسمال. یه سوسماریه که خیلی نازه یعنی گوگولیه. بعد میخوام اینا رو عروسکاشون رو درست بکنم خرکوسه و سوسمال. بعد 3 بار پشت سر هم بگو خرکوسه سوسمال. بله متوجه. کسی هم تایید کرده ایده ها رو، کسی استقبال کرد. اتاق فکرش کجا تامزاپی وجود داره. خودم بوده تایمایی که با ساحله احساس میکنم یه سری تمام میخواد فکر نکنه.
میشه کاراکتر خلق در میکنه. حالی که ساحل داره مثلا روزش رو تعریف میکنه مثلا اینجا خرکوسه سوسمار قطعا همه اینو دوست دارن. بعد یه اسم مطرح میشه مثلا میگه کی کامبیز خرکوسه کامبیزه. نه کامبیزشو بد نشون میده. خرکوسه اسمش خرکوسه است. خرکوسه نگفتم شاید. آره یادآوره. اسمش خرکوسه است. حالا این بعضی از آدما میتونن خودشون خرکوسه بله. خب سینا جان شما پتت چیه؟ بذار ما تو پتت شد پس گو. ببین ناکن بستگی داره دیگه. ناکن تو ژانرهای مختلف باید در نظر بگیریم. زمینی، هوایی، دریایی. خب ارتش دریایی کوسه است. زمینی گرگه، هوایی هم عقابه. من این ستا رو خیلی دوست دارم. آمریکا و روسیه و نماد همه رو. نه روسیه رو گرگ خرسه. سینا تو چی؟ من پت اگر بخوام داشته باشم که قطعا گربه و درست بی وفاست، ولی ما به همنشینی با بی وفایان عادت کردیم. دهنم نمیچرخه حرف بزنم. نماد هم زمینی هوایی. اجدها خیلی دوست دارم. نه حیوان. حیوان واقعی. آره. فکر می‌کردی واقعیه اژدها؟ نیست مگه؟ گفتن که اژدها داریم دادن یعنی انقدر اسمم اوکی بس. خب تو کارتون دیدم باشه. تو مولان اون اژدها. آها واقعا انقدره. آره راست میگی. مرسی. مولا. آره. خب ژاپنی هم بودن یعنی نه مغول بودن. نماد مثلا نماد چیزی که مثلا بیانگر من بخواد. آره. میخوام راهنماییت کنم. مثلا منم هوایی هوایی من هدهد چیز هدهد بود یا دارکوب بود؟ یه چیزی بگو واقعی باشه. بابا یعنی چی چیزی بگو؟ هدهد نداریم. هدهد چرا نداریم؟ هدهد یه پرنده اساطیریه. نه اون چیز ققنوس واقعیه. سیمرغ. خب راست میگی. بذار تو بگو من عکساشو پیدا کنم. اطلاعات بعد تو میخوای بگی این از اطلاعات خودش داره حرف میزنه. خیلی طبیعیه. زوایای داخلی مثلث چقدر؟ من دارکوب رو دوست دارم. دارکوب رو به عنوان نوک میزنه. دارکوب رو به عنوان این نیست، این خرگوشه. چی؟ نه اون این خرگوش این هر موجودی میتونه باشه. نه دارکوب خوب نیست اصلا. دارکوب خیلی اینجوری کله‌شو میزنه. دارکوب دارکوب در بیاد. دارکوب درخت سوراخ میکنه. اوکی بذار. داره واقعا دلیل نجاره. مثلا تو دوبار کله‌تو اینجوری بکنی مغزت احساس میکنی داره توی اون مایع میام مغزی. استراکچر استخوان‌هاش واقعا چه جوریه آسیب وارد نمیشه به مغزش. حالا هیچ وقت نرفتم راجع به آن. از کلاغ هم خیلی بدم میاد. کلاغ خیلی خوب. کلاغ واقعا خوبه. کلاغ واقعا دلیل دارم البته. دلیلم هم اینه که اولین پتمو خوردن کلاغ. پتت کرم بوده؟ جوجه بوده. جوجه اردک بود. جوجه اردک میخوره کلاغ. کلاغ بچه گربه هم میتونه ببره. ببین یه شقه نصفه از جوجه اردک باقی مونده بود رو پشت بوم. رو پشت بوم نگه می‌داشتمشون و خیلی صحنه ترسناکی بود. مثلا کفت چیز پشت بوم خونی مالی شده بود. خیلی کثیف. کلاغ خیلی آخه خیلی مثلا ذات مثلا برمیگردیم. خب سینا جغد شد و خر چیز خر انتخاب نشد و دلفین. جغد، پاندا و دلفین. دلفین به خاطر هوشش. درست. آره. خیلی هم حیوانای خیلی حیوانای. دوباره میگیریم این تیکر رو دوباره میگیریم. نه دیگه سانسور میشه دیگه. حیوانهای بدذاتی هم دلفین. بله به شدت. درسته. بدذات باهوشن. نه در خفا کارهای داره نافرمی انجام میده. چیکار میکنن؟ حالا بعد همینجوری کوسه های جوونتر رو میگیرن مفرشون میکنن. مثلا بازیشون میدن تا مرز بیهوشی میبرن، زخمیشون میکنن ولی خوردنشون رو نمیدونن ولی آسیب میزنن بهشون. خب این یا مثلا به بچه های نه فورفان خوشحال میشن بابت این قضیه، تیمی میریزن سرش. تو رو اذیت میکنه؟ نه منو اذیت نمیکنه. این که صرفا همه از دلفین
یه دید خیلی گوگلی و متوجه تو طبیعت حیونا هم دیگه رو میخورن مثلا میخورن، ولی اینکه مفر بریزید فور فان یکی رو اذیت کنید بزنیدش بخندید فرار کنید مثلا با کفتار مشکلی نداره مثلا میخوره. آخه میدونی ضریب هوشیشون چون خیلی بالاتره، مثلا اینجوری که توی دریایی ان که پر از موجوده، مثلا ماهی مثلا تو اون دریاییه که تو مثلا مغز داری، مثلا ماهی اینجوری مثلا و تو اینجوری طبیعتا مثلا کوسه مثلا آره کاملا عادیه، ولی خب اگر ما بودیم احتمالاً این کارو می‌کردیم. آره ولی به عنوان این مشخصه روشونه دیگه که آقا دلفینا این کارو میکنن، گول قیافشون رو نخورید که مثلا وای دلفین خیلی باشه. آره حالا اینکه همه مثلا دلفین رو دوست داشته باشن و فکر کنن خیلی حیوان معصومیه چرا تو رو اذیت میکنه؟ منو اذیت نمیکنه. صرفا خواست به بدذات بودنشون اشاره کنه. آره. خب بدذات هم نمیشه گفت، ذره کرم یه بار اصلاح کن مجددا دوباره جملت رو بگو. کرمی در باسان در نشیمنگاه. بله ممنونم ازت. کرم دارن. آره جاش مهم هر جا میتونه باشه. برمیگردیم. خب خودت پتت مورد علاقه چیه؟ پت که قطعا گربه. قطعا گربه و نارنجی. گربه مثل خودت DSH یا DLH فرق نمیکنه، فقط نارنجی. ولی نماد فکر کنم راکون انتخاب خوبی باشه. راکون واقعا انتخاب خوبیه. نماد چیزی که ریلیت میکنی باش فکر کنم راکون خوب باشه. یکی تو آشغالا زندگی میکنه، مدل نوشتنش داری این رو میگی؟ تو آشغالا زندگی میکنه، زیر چشاش همیشه سیاهه و خیلی موجوده فاکتوریه، همیشه هم در تعجبه، یهو میاد خیلی هم پت بامزه، دستش هم یه حال عجیبی داره، یه چیزی هم داره میخواد از خودش دفاع کنه، دستشو باز میکنه یهو اینجوری، خیلی اسکله واقعا. یکی دو تا کامنت من دیدم اشاره کرده بودن دوره اسم منم برده بودن که گفته بودم ریلیتیو، میگفتن ریلیتیو یعنی چی فارسیشو بگو. سعی کردم هر واژه‌ای که میگی فارسیش هم بگیم. الان شما گفتی ریلیت، گفتم فارسیش هم بگیم. چی میشه بهش چی میکنی؟ ارتباط. آره ارتباط گرفتن. آره اما ارتباط. ببخشید بچه‌ها ما یه ذره فارسیمون کجه. آره راکون شد، اونورم گربه. دیگه چی؟ من زاغم خیلی دوست دارم. زاغ واقعا خوب. یه آقای بود تو اینستاگرام زاغ حرف میزد، زاغ میزنه در عین حال که ترسناکه، خیلی جذاب. ترسناکه واقعا ترسناک. صداش چجوری بود؟ صداتو هم تقریبا نه تون صداش مثلا اینجوری بود یا مثلا زاغ تقریبا صداش مثل کلاغه. مثل کلاغ. اونی که حرف میزد و داری میگی؟ یکم صدای نازک زنونه طوری داره. نمیدونم چرا. نمیدونم. حالا زنونه که نه دیگه. آره نه یکم تمثل مثلا یه صدای بم نمیگه داداش، مثلا اینجوری صحبت نمیکنه. قار. نه اینی که میگه حرف میزد خیلی محدوده، در حد چند تا کلمه حرف میزد. یعنی اینجوری نبود مثلا توتیای چی بهش میگن کاسکو هن که حرف میزنن. برزیلیا هم هستن اونجوری نه عروس هلندی حرف نمیزنه. اطلاعات اون داره آزارم میده، خودم رو بشناسم. من فقط گربه میشناسم و آره ما فقط 4 برگ بازی کردن راکونا رو دیدیم. اون عالیه. دیدی دور میز نشستن دارن پاسور بازی میکنن. یکی واقعا نشونتشون. آره و دستشون پاسوره. یکی از بهترین ویدیوهایی که وجود داره. سری ریل ها و شورت های چیز خیلی بامزه. و فکر کن تو مثلا آشغالو باز میکنه اینجوری از درش. و فکر کن تو کانادا راه میری و به جای گربه راکون میبینی و این خیلی جالبه واقعا. بعد خیلی شیطونن تو چیز شگفت انگیزان 2 یا 3 بود با بچه اون چیز درگیر میشه، یادم نیست. خیلی خوبه اون انیمیشن اون واقعی نیست البته، ولی میخوام بگم که اونم برگرفته شده، ولی تو واقعیت هم زیاد اذیت میکنن. حمله میکنن، مزاحم میشن، آره آزار و اذیت دارن. نیمه وحشی فکر کنم بس تقریبا نیمه وحشی ان. ولی واقعا مظلومانه ترین ویدیویی که ازشون دیدم اون قنده است. قند نیست، پشمکه میکنه تو آب بشورتش بعد میره بعد خیلی دلم اینجوری. ما تو ایران راکون داریم؟ فکر کنم من یه دیتایی چند وقت پیش داشتم میخوندم، میگفتن یه سریا از این پولدارا که یهو میرن مثلا حیوانای اگزاتیک برمیدارن میارن، کمیاب و زیادم هستن حیوانات کمیاب عجیب غریب، خیلی خیلی هم مثل این که پیدا میشن و نمیتونن نگه دارن، میرن توی جنگل منگل رو ول میکنن. یادم نیست کجا سفر رفته بودم، یه جایی توی خطه شمال ایران بود قطعا یادمه
که مثل اینکه همچین اتفاقی افتاده بوده، راکون آورده بودن ولی اصلا راکون مال این خطه نیست، نباید باشه، چون اصلا به عموما فکر کنم سردسیری هم زندگی میکنه. نمیدونم اونقدر دیتا ندارم ولی فکر کنم آره بومی آمریکای شمالن، آسیب میزنن چون واسه اینجا ساخته نشدن، بعد یهو میان مثلا یه طیفی از موجودات و جک و جونورا رو یهو کلا نابود میکنن. بومی اینجا نیست ولی داریم مثل اینکه آره دقیقاً. یه گزارشی که الان اوورویو داره میگه توی بومی آمریکای شمالی ان موارد نادری از مشاهده آن در جنگل‌های شمال ایران گزارش شده است که به دلیل واردات غیرقانونی بوده است. آره دقیقاً اینو من ولی کلا خیلی حیوان جالبی بودم که میگفتن فلانی مثلا حالا یه آدم معروفی بود که من تنها کشوری که فکر کنم جلوی این حالت غیرقانونی رفتن حیونا اینا رو گرفته چینه و پاندا رو به هیچ عنوان اجازه نمیده خارج شه. یکی همون خرسای چیان قرمزن یا که استاچیفو رو میگی تو؟ آره نه استاچیفو اونا نیستن. نه یه چیه قرمزن؟ پاندا قرمز خیلی پانداتره، خیلی گردتره. خرس هم نیست، یه چیز میدونی شما چیو دارم میگم؟ آره میدونم چیه دقیقاً. آره پاندای قروز سرچ کردی لحظه قرمز اینا رو میگی دیگه. آره آفرین پاندای قرمز. پاندای قرمز استاچیفو اینا هم دوباره هیچ جای دنیا نیستن. ولی مثلا کوالا داره وارد ایران میشه، کوالا هست توی ایران غیر قانونی وارد میشه، میفروشنش. آره میفروشنش و قیمت بالایی هم داره. بابا هاسکی رو من همین هفته پیش بود ترک موتور یه بنده خدایی نشسته بودم اشاره کرد که هاسکی داره. بعد گفتم چی کار میکنی با این حیوان تو تهران داری نگهش میداری؟ گفت 2 کولر گازی تو اتاقی که هستش داریم. نایس. تو یخچال هم دارن واقعا، بعضیشون تو یخچال زندگی میکنن. خیلی اذیته مثلا دیوانگی واقعا، یعنی هم نه اون حیوان لذت نه خودت واقعا نمیدونم آره. چجوری حال تو خوبه با این قضیه که این اذیته. این ماجرای این حسن آبی رو آبیه چیه؟ حسن ابی آره شنیدید؟ آره. به کجا رسید اصلا؟ هنوز هیچی، چون افتاد وسط جریانات چپ و راست و این داستان ها. فعلا هنوز که هنوز داره استریم میکنه، زور هیچ کس بهش نرسید. حسن ابی یه دونه استریمره سگ که کلا فضای سیاسی و اینا عمدتا استریم میکنه. بعد یه سگ داره، سگ خوشگلی هم هست. توی بک‌گراند همیشه توی بک‌گراند ویدیوها و استریم ها و ایناش بوده و نه نایس نیست. دقیقا نکتهش هم اینجاست که از این قلاده های برقی بهش وصل بوده که اگر از این محدود خارج بشه الکتروکیوتش میکنه و این سریع مثلا ساینو میگیره که من باید برگردم سر جام. و این داستانی بود که فکرم 2 هفته پیش داستانش من اصلا با تمام شد حرف جاهای یهو اعتراض دارید که نمیذارم حرف بزنید. پس اینجوری تمام شد اینجوری که دیگه گوه نمیخوری نمیشیدم تمام شد. من اصلا با کانسپت باغ وحش ارتباط برقرار نمی‌کنم. یعنی اوکی مثلا تو میگی یه سری حیونا هستن که اینا اگر توی مثلا زیست بوم خودشون باشن یا جنگل باشن نمیتونن درست زیست بکنن، مثلا پاندا نیاز به مراقبت دارن. اینا اوکی تو اونم نباز باغ وحش، یه محوطه‌ای که مثلا بخوای ازشون منطقه حفاظت شده است. آره. این خیلی منطقی، ولی باغ وحش رو کلا نمیدونم که چی مثلا 4 تا آدم فلان شده میخوان بیان مثلا حیونا رو از نزدیک و مثلا شیره زیرش، اونم ایران به خصوص زیرش مثلا سیمانه نمیدونم این ور مثلا یه محوطه تنگ کوچیکی آب دارن یونجه میدن به شیره. و من هر بار رفتم سر خر جلوش بوده. نه من نون سنگک دیدم هر من ارم 2-3 بار قبلا رفتم سر خر جلوش بوده. آره سر خر اوکیه واسه حداقل میگی گوشته. در کل صحنه بدیه که تو مثلا میبینی یه سر خر افتاده اون ور، بعد مثلا شیر بی جون افتاده اون ور، دنده هاش زده بیرون و واقعا همین شکلیه. باغ وحش خیلی جای ناراحت کننده یه تنها جایی که فانه تو باغ وحش قفس میموناست. همیشه آب بیتن، همیشه اوکیان و دارن همو اکسپلور میکنن. آره همون یه سری کارا انجام میدن. آره بازی میکنن دقیقاً ما بازی میکنن. اینا اتفاقا فقط به اونا داره خوش میگذره، بقیه همه خوابن. خیلی اصلا بعده. و تا ببین هدف باغ وحش اون نیست. هدف باغ وحش واقعا اینه که از گونه هایی که در خطرن بیاد محافظت کنه، داشته باشتشون، نگهداری کنه ازشون. قسمتی که بلیت میفروشه برای اینکه مردم برن و ببیننشون بخشیه که میخواد درآمدزایی کنه برای اینکه بودجه بیشتری برای رسیدگی به اون حیونا داشته باشه. ولی الان برعکسه. توی ایران کاملا برعکسه. تو تمام کشورهایی که دارن به این قضیه رسیدگی میکنن، مثلا توی چین کاملا
به فکر حیوانان گرمشون غذاشون توی یخ بهشون داده شه، مثلا کولدان داشته باشن فلان کنن. بعد ما رفتیم چیز یخ نداشتن بهمون بدن. بعد ما رفتیم زیراب یخ نداشتن بهمون. با آتنا اون روز میگفت چرا خاله من نگرفتید؟ با ما اینجوری بودیم ما نمیدونستیم خاله تو زیراب زندگی. بعد بریم به خاله چی بگیم؟ ما حیوانات گرمازده هستیم لطفا ما یخ بدهید. آره شوخیه جالبی و نبود حتی عجب چیز بدی. ولی آره هدف اونه. موضوع پرتختی بله خیلی شوخی جالبی بود ازش عبور می‌کنی. جدیدن تو صدا و سیما کی وای من صدا و سیما وای کسی صدا و سیما می‌بینی؟ این پرسشه هست که مشت داشته باشی به کی میزنی، گوله داشته باشی به کی میزنی. یه مجری است که در راستای مثلا هفته خوردن استقلال فلان و اینا ابو طالب یه سری تیکه انداخته بود بهشون، مثلا اینجوری بودن که 7 مرد 7 فلان که اون بازی که استقلال هفته خورده بود و همین مثلا داشتن شوخی میکردن با این کانسپت و ابو طالب اینجوری بود که اوکی دیگه حالا هفته خورده مسخره رو ما باید بکنیم که نمیکنیم و مثلا حالا باشه مثلا هفته خوردن و اینجوری که نه مثلا فلان شما کسی نیست. یه بیفی اونور با ابو طالب داشت و بعد یکی تو کامنت هاش گفته بود خیار شور بعدش برخورده بود شروع کرده بود به مثلا داد و بیداد کردن سر مردم رو آنتن زنده و دوباره یه جا دیگه داشتن کامنت می‌خوندن کامنت رو دوست نداره و شروع میکنه به چیز کردن. خیلی ناراحت کننده است. درسته مثلا ما تلویزیون نمیبینیم ولی باز همین که تو میشنوی اصلا اونور چه اتفاقی داره میفته واقعا خیلی ناراحت کننده است. نمیدونم چی شد یهو واقعا خیلی قسمت جالبی بود که از برنامه شنیدیم. خبرنگار نه من از پشت صحنه پرسیدن که پاندا دیگر نزدیک نه متاسفانه. من سافاریش هم نرفتم، حتی خیلی از دوستام رفتن متاسفانه من سافاری رو نرفتم. سفرهای تفریحی که سافاری دشت و طبیعت. یه ویدیو خیلی معروف هستش یه زن از ماشین پیاده میشه یه ببره میاد میدوزه میبرتشون تو سافاری چی. نایس. و آره مثلا با یه ماشین دوزتش زنه با شوهرش دعوا شده، یه لحظه از ماشین وسط سافاری پیاده میشه و یه دونه ببر پلنگ چیه میاد از پشت میزنه میبرتش. آره. واقعا چون دلیل این که میخورتش. آره دیگه پس نمیدونم چون دیوونه‌ای داخل گفتید نایسه که تو هم خیلی عادی اونجوری که آره میاد. آخه ویدیوش خیلی وایرال شد و قدیمیه و اصلا دلیلی شد برای اینکه اصلا میدونید چرا مثلا توی سافاری ها حیوان ها به ماشین ها حمله نمیکنن؟ چرا؟ و آدمای توی اونو نمیخورن؟ چرا؟ براشون جا افتاده که این یه حیوان گنده تریه که ما زورمون بهش نمیرسه و یه حس ترس و اینایی دارن نسبت بهش و اوکی هم باهاش، درنچه اصلا به ماشین و افرادی که سوارشن حمله نمیکنن. پاتو بیرون بذاری ممکنه که بیان سراغت. یه پسرا رو من تو اینستاگرام چند وقت پیش دیدم. آره یورو تو ویدیو هستش پیاده میشه یه لحظه میاد صحنه رو میبینه و بعد دوباره برمیگره سوار میشه. خب تو هم باشی چیکار می‌کنی؟ میره با یه دختری که بغلش بوده لاستو شروع میکنه که ماشین پشتی یه نفر جا داره. سینا چه فکری فرو رفت. آره چه صحنه ترسناکی. مثلا فکر کن یه زن تو بیادم جوری ببره بخوره. بابا چند وقت پیش من 2-3 تا ویدیو از یه دوستان آره نه یه کانسپتی وجود داره این خیلی قدیمیه در رابطه با خرس. نمیدونم چقدر شنیدیدش که میگن آدم ها رو میدوزه میبره تو غارش پوست کف پاشون رو لیس میزنه از بس که دیگه نتونن فرار کنن. اینا رو فقط تو دنبال میکنی، اینا رو ما نشیده بودیم. این از این چیزاست، از این روایت های کنم ترسناکه. چی؟ داستان خاک بر سرت کنم. چرا؟ خاک بر سرت کنم. بعد آره این یک روایته که حتی توی فیلم زیر درخت هلو این قضیه رو بهش اشاره میشه. یه جا گیر کردن توی یه ویلایی. چرا دارید؟ خیلی کانسپت جالبیه. اصلا جالب نیست. خیلی خرسه مثلا در حالی که اصلا واقعی نیست، ولی احتمالاً اگر پشتش رو بگیری متوجه میشی برای اینه که آقا مثلا بیرون نرو. این وقت مثلا خطرناکه، خرس میاد میبرت. آره در حالی که یه عده عمدن میرن بری بیرون پاتو میخورن. ای بابا ما که ناراحت شدیم. بعضیام کاستوم خرس پوشیدن اومدن بیرون.
سری سویچ می‌کنی. خانومی میشه کف پاتو بلیس. رضا یه چیزی شما این تایم اینجایی و میدونستی پس میشه دراری. بله ادامه میدیم بحث. نه کفش تو دراری. مصطفی جان نبود. آره ما قرار بود که مؤدب باشیم و این تیکر رو کات میکنیم هر جا رو دیدی بعد کات کنی. هیچ جام کات نمیشه و همش هم میمونه توی پس گپ داوود تایم. هر جا دیدی یه کاری بکن. داوود دستم به دامن. داوود نشنیده بگیر و عبور کن. تو ادیت اضافه بلبل از این بالا مثلا رفت. آقا رضا یه چیزی می‌خواست بگه. آره نشد. آره هیچی. من چند وقت پیش 2-3 بار یه پسر اومد تو اکسپلورم و همینجوری رد شد و مثلا یه پسر ایرانی خیلی مثلا بگم همسن خودمون شاید مثلا یه کوچولو پایینتر 24 ساله 23 ساله باغ وحش کار میکنه. آره و اگر اشتباه نکنم ببر بود یا پلنگ بود یه پلنگ کاملا فول سایز گنده مثلا از 2 برابر خود پسره با 2-3 تا چیتا پلنگ و فول یوز سایز پلنگ. منظورت چیه؟ یعنی بالغ. چرا هر جایی گنده. کلمه انگلیسی جا میکنی؟ با بسه. تمام و خیلی عجیب بود که انقدر فان با اینا داشت کشتی میگرفت و دوستش داشتن. یعنی مثلا پلنگه اینجوری بود که مثلا دستشو مینداخت دور گردن پسره سعی میکرد خفش کنه بعد این سرشو در می آورد این گردن اونو میگرفت و چیتا اون پایین با هم کشتی میگرفتن. اینجوری بودم که چه اتفاقی داره میفته. نه اصلا نه زیادن ویدیو ازش زیاد میذاره پیجشو یادم نمیاد و حقیقتا بهش حسودیم شد که انقدر میتونه مثلا چون من حالا گربه رو دوست دارم ولی در کل گربستان ها رو خیلی دوست دارم همشون خیلی باحالن و بهش حسودی میشد که چطور ممکنه انقدر باهات ارتباط برقرار کنم و مثلا بذارم باشون کشتی بگیری فلان بدون اینکه بهت آسیب بزنن چون چنگال های گربه‌سانا میره تو و در میاد میتونن غلافش کنن یا مثلا تصمیم بگیرن که بهت آسیب بزنن میزدنش ولی بدون چنگال میزدن که مثلا فقط بازی کنن باهاش. آره و اندازه مثلا پلنگه رو میدیدی میترسیدی که چه اختلاف سایزی با پسره داشت. 2 تا ایرانیان که توی باغ وحش‌های خارج از ایران دارن کار میکنن و کانتنت تولید میکنن ازش. یکی یه دختر است که ایرانیه و یکی هم همین پسر است و این کلا از تیک تاک مثلا 1-2 سال یه خیلی وایرال شده چون یه پسر این رو شروع کرد. یه پسر از موهاشم معمولا خاکستری میکنه آمریکاییه فکر کنم توی یکی از این مناطق حفاظت شده آفریقای جنوبیه و اون میره وسط منطقه حفاظت شده مثلا یه گله شیره خوابیده یهو مثلا میره یه پس گردنی به شیره میزنه. یه بار شیره داشت آب میخورد رفت یهو از پشت هولش داد شیره افتاد تو برگ. مردم اینجوری بودن داری چیکار میکنی؟ همونیه که میره مثلا نصف شب میره تو جنگل مارا رو ور نه اونم در میگردیم بهش ولی اون خیلی خوبه. اون عجب حیوونیه. اون بی‌نظیره. خیلی خوبه. حیونا از دستش فرار میکنن. واقعا خطرناک. امشب بریم بیرون ببینیم چند تا حیوان خطرناک پیدا میکنیم. اینجوری 1 پیتون 2 پیتون 1 کبرا 2 مثلا حیوانایی که با پای لخت میره تو دریاچه و یهو مثلا حیوانایی که تو مثلا میبینی جمع میشی از پشت گوشی هم میبینی اینجوری که این حتی دستش هم نباید به من برخورد کنه. این میره مثلا یه باره گردن ماره رو میگیره میاره بالا اینجوری که شب بخیر میکنتش زیر آب. یا مثلا یه سری حیوانای رندوم عقرب و فلان رو درختن یا تو خاکن دست میکنه درش میاره اینجوری که این فلان چیزه. مثلا دیدی باش بازی میکنی مثلا اینجوری خودشو ناز میکنه. من خیلی آلوچر خیلی انگول میکنم باش بازی میکنم. منم همینطور. یه جاهایی یهو اینجوری میکنه یه نگاه بهم میکنه میگه نکن دیگه بعد در میره. بعد دقیقاً همینجوری میشه. این مثلا وحشی ترین حیوانایی که تو فکرشو بکنی ماره اینجوری مثلا میاد جلو مثلا یه ارزنده ناراحت میشه. آره ماره قلبش میشکنه که من مثلا وایپر چی بود افعیه. آره من افعیم مثلا نصف جنگل از من میترسن. یه مرد رندوم استرالیایی گردنشو میگیره و میاره بالا با شلوارک و با دمپایلا انگشتیه اینجوریه که داداش. یکی آدمای فلوریدا یکی آدمای توی استرالیا رو من نمیفهمم. فلوریدا و استرالیا در خونه رو یارو باز میکنه تمساح دراز کشیده جلو در ورش میداره میندازه توش سطلاش خال. یارو تو فلوریدا اینجوری ای بابا بازم تمساح اومده تو حیاطم میره گردن میگیره اصلا میندازتش تو داداش. یا حرمت نگهدار اون تمساح. اونا دیگه خیلی حرمتی نداره. خیلی عادیه. یه ویدیوی وایرال دیگه هم از گله تمساح هست که یارو داره بهشون غذا میده میاد جلو. آره اونم شرطی شدن. میاد تو
شرطی با بیل خیلی من مثل این که زیاد کار میکنه روی تمسا اینجوری رفتاره، بعد یه دونه با بیل نیست، دفعات بعدی از بیل میترسن، بیل میبینن فرار میکنن. خیلی عجیبه. یه قش نهیش دوباره رضا رو داریم که حاله یه جو که خیلی باید داشتم براش در مورد بیل و این چیز. گوشی من گفتم بیل وعید اومد. خب بحث بیل شد اومدی. بحث حیوانات. و من یه نکته‌ای هم بگم، یکی از کانال‌های به شدت ارزشمند دوست داشتنی و فوق‌العاده یوتیوب تو طول مثلا 10-15 سال گذشته که دیگه الان جزو اوجیا محسوب میشه، بریو ویلدرنسه که فکر کنم کیتی پیترسن بود اسم مجریش. کسیه که شاید توی اینستاگرام و اینا ویدیوهاشو دیده باشن، مثلا میره یه زنبور خاص رو پیدا میکنه و میذاره رو دستش که نیشش بزنه برای اینکه مشخص کنه چقدر درد دارن نیش مختلف حیوانات. و این آدم یوتیوب بهش اجازه داد که بیاد و یکی از جذابترین تحقیقات تاریخ رو انجام بده. ما یه گرافی داریم که نیش کدوم حشره دردناکتره. این رو مثلا 100 سال پیش یه نفر نشسته نوشته با تحقیقات مثلا محدودی که داشته، این میره اون رو آپدیت میکنه و سریش روی یوتیوب بشه. مثلا بولت انس اسم حالا اون نوع مورچه است، میره پیداش میکنه. آره مورچه گلوله‌ای. این مثلا تو اون رنکینگ نامبر وانه و میذاره رو دستش، نیش میزنه و بعد ریاکشن اطرافیانش خیلی جالبه. در حالی که یارو یه نیمچه تشنج داره، هی با دوربین مثلا وایسادن میگن الان حالت چطور از حست بمون بگو اینجوری درد دارم، در حالی که داره تشنج میفته رو زمین. یهو دوباره 2 نفر با دوربین اینجوریان اگه کمک میخوای بگو، از زوایای مختلف دارن یارو رو میگیرن. بعد اینجوری که نداره بیشتر میشه، مثلا داره موجهای گرما فلان، میگن بیشتر توضیح بده، این باید ثبت بشه مثلا. و تو اگر بدون صدا کسی این صحنه رو ببینه قطعا تصورش خیلی عجیبه، توصیف یه چیز دیگه خیلی عجیبه، در چون فیلم برداری هم داره میشه از آره دقیقاً تکونات هم خیلی بعد داره فقط آه و ناله میکنه، داره درد میکشه واقعا. و بعد اینکه هی میره سراغ مثلا بعدی ها جالبه، اینو گذاشت نامبر وان، گفت این واقعا نامبر وانه و مثلا این دردناکترین نیشه که تجربه کردم و اینا. بولت اند بعد رفت آقا انت دیگه چیه داره به بولت اند خندی؟ آره نه کلا کانسپت جالبی بود. آره یعنی دفعه پیشم آخه پایین داشتی تعریف کردی من ریدم. یه بار توی نه پایین نبود، تو گپ تایم 13 به در بعد از اینکه آتیشو خاموش کردین داشتم تعریف می‌کردم. خیلی راست میگیره. میشد بعد بگیره. یه برنامه‌ای بود فکر میکنم اون زمانی که مثلا من و تو 2 تا کانال بود، یادتونه 2ش مستند فقط پخش میکرد، نه یادم. من و تو 2 فقط مستند و داکیومنتری این داستانا بود. یه برنامه‌ای داشت تیر لیست خطرناکترین حیوونا و یک بخشیش بود گلوله زنه اسمش، مورچه گلوله زن. بعد داره و یه قسمتش بود در مورد قدرت آرواره بود که مثلا 10 تا حیوانی که بیشترین قدرت آرواره رو دارن. اولی بود یا سومی بود، یه حیوانی احتمالاً میشناسیدش که بهش میگن اژدهای کومودو. بله. و عجب چیز ترسناکیه، عجب چی دایناسوره، چقدر سریع میدوه. تمساح و کروکودیل هم همینن دقیقاً، میتونن خیلی سریع بدوئن ولی نمیدوئن. لانچ میکنه کومودو راخه، اونا کند کم کم شروع میکنن خیلی پرایدوار به سرعت مطلوبی میرسن. کومودور یهو با شتاب 5 ثانیه لانچ میکنه. اینو ندیده بودم. کومودو یا کومودور؟ کومودور ر داره؟ کومودو یا رد؟ نه کومودور ولی اینجوری بود که ببین قدرت آروارش به قدریه که بگیره که حیوان نمیتونه فرار کنه. کومودور 64. آره دقیقاً. حیوانو که مثلا شکارشو بگیره نمیتونه فرار کنه، یا مثلا اگرم خیلی تقلا کنه نقص عضو میشه، یعنی اون عضو میمونه تو دهن این. بعد آروارش علاوه بر این که خیلی قویه خیلی هم بزرگه و خیلی وقتا میگیره همونو میده پایین، یعنی حیوان شاید تا چند وقت اون تو بمونه و زنده باشه و داره تکون میخوره تو شکمش. آره نسبتا بزرگه. عکسش روی تصویر میاد. نه مثلا اندازه شاید یه نرمالش مثلا اندازه یه دونه موب 2 نفره و یه دونه 1 نفره باشه. آره مثلا یه گوزن رو راحت میکشه میخوره، یعنی میگن اژدها اومده جلوتر مثلا افت کرده شده. این نه از نسل دایناسورها ولی دایناسور دیگه. دایناسور اژدها دیگه. اژدها موجودیه که دهنش آتیش میزنه. وحید میدونم واقعا. مثلا به وحید بگید
بابا نوئل وجود ندارم تعجب میکنه. حالا نگین بهش. اون اجدها ژاپنی‌ها که وجود ندارن ولی آمریکاییش هست شبیه دایناسوریش احتمالاً اژدها بوده. هست. سطح علم یه دونه دوباره اومد پایین‌تر، همین جوری هی داریم میریم پایین‌تر. بودی مگه؟ بابا خب نیست دیگه، چیکار کنم؟ فسیلاش هست دیگه، همه گونه‌های دایناسورها تقریبا شناسایی شده. یه چیزی نمیدونم این چقدر علمی بوده. یک سری از دایناسورها پرواز می‌کردن. کردن حد زدن دایناسور این شکلیه با شکل واقعیشون ممکنه خیلی متفاوت بوده باشه. آره نه آره چون اسکلتشونه فقط. شکل واقعی دایناسور دقیقاً روشونه. نمیدونیم چه جوریه. تنها چیزی که مثلا پیدا شده یه دونه ماموت یخ زده بوده تو قطب شمال پیدا کردن، فهمیدن که آقا ماموت واقعا شبیه فیله و مثلا این یه بچه ماموت هم هستش. من یه دونه چیز دیده بودم نمیدونم کجا دیدم، تو اینستاگرام نبود، تو یوتیوب بود. نه میگفت که یه شورت بود فکر کنم، میگفت مثلا دایناسورها این تصویری که نه دایناسورها مثلا با این تصویری که انقدر زشتن و مثلا اینجوریان خیلی متفاوتن، خیلی خوشگل‌تر میتونستن باشن یا هستن. شاید هستن که یعنی بودن دیگه. آبم میخوره اینجوری. آب اوکی برمیگردیم به استودیو شما 2. ما این سوالاتی که در واقع داریم برای اینکه بهشون بپردازیم. نظرتون در مورد مار چیه به طور کلی؟ خیلی خوبه. مار خیلی حیوان عجیبیه. به نظرم خیلی مار دست نداره ولی ترسناکه. مار واقعا حیوانیه که نه دست داره نه پا داره ولی واقعا ترسناکه. ولی مارم میخورته توش زنده میمونی. خفه میشی. آره یه دونه است دیگه فقط، اونم چیزه آناکوندا فکر کنم. خیلی چیزایی که میخورنش خیلی آناکوندا واقعا. آره یه سری فیلم داریم براش مثلا. آهنگم داریم. اولین چیزشو فکر کنم جنیفر لوپز بازی کرده. چیه بعید میدونم واقعا جنیفر لوپز بازی کرده. آره جنیفر لوپز بازی کرده. جنیفر لوپز فیلم خوب بازی نکرده، بعید نیست واقعا. آره آخه و فیلم واقعا بده. واقعا پس جنیفر لوپز 100%. ماره میاد تیر میزنن چشش میره، تو سکانس بعدی ماره سالم دوباره میاد بالا و خیلی مثلا چیز عجیب غریبه. ولی یادم یک بازی صدا و سیما نشون میداد و خیلی مثلا دوران ترسناک خوبی بود که مار بازی بود که صدا و سیما فیلم‌ها رو نشون میداد و یه دونه مثلا یه صفحه رنگی اینجا همه بازیگرا بوده، یه همراه اون خوب جا میموند بعضی جاها. من بعضی موقع شبکه 6 میذارم اخبار ببینم چه خبره و چه جوریه. اینا مثلا کارشناس آمریکایی دعوت میکنن که از اینو بعد بگی واقعا همین کارو باش میکنن. یکم تمیزتره ولی نه فکر میکنی ببین مثلا یه دونه مربع توسی رنگ اینجای خانوما مثلا میذارن که مبادا مثلا لباسش قرمزه سفید پوستش هم قهوه‌ای. دعوتش نکن خب چه کاریه اصلا به یارو بی احترامی ما بگو آقا درس کد ما این شکلیه. یه آقا بود این خیلی مهمه، یه آقا بود فکر کنم یقش انقدر بود و این قسمتشو سیاه کرده بودن. آقا بود و ببین من اونو دیدم به معنای کلمه ریدم. بله آقا خیلی عجیب بود. به معنای کلمه این کارو کردی یعنی واقعا شوکه شدم. یعنی من مدفوع کردم. ببین واقعا یعنی مثلا اون آقا رو توی تلویزیون دیدی و بعد گفتی چیزی که گفتی به معنای واقعی کلمه همینه. من دنبال کلمه بهتر بودم به ذهنم. ولی فیلمی که تا مدت‌ها اینجوری بود که فوبیای مار رو انداخته بود، مار رو در هواپیما بود. خیلی بد بود. فکر کن توی فضای بسته که دسترسی به زمین هم نداری، فرارم نمیتونی بکنی، یه تعداد زیادی مار میریزن سرتون. بعد نمیدونم دیدید فکر کنم همتون یه سری چیزا یادمه و مثلا ترسناکترین قتل‌ها توسط مارها اتفاق میفته. مثلا ماره میرفت تو گلوی یارو خفه میشد، از داخل نیشش میزد. چه کوی دارید میخورید؟ فیلم ترسناک میذاشتن بچه بودیم، الان دیگه نمیذارن. میذاد مثبت 14 الان اصلا کلا فیلم نمیذارن خیلی دیگه. آخه من یادم چی رو مشخص میکنه مثبت 14؟ مثبت 14 منفی 14 میذارن، مثبت هم نمیذارن. چرا مثبت 14 میذارن یعنی مثبت 14 سالونه، منفی 14 میذارن یعنی منفی 14. نه میگم توی نه یه مثبت یه منفی 14 داریم، یه خط میکشه روش، یا مثبت 14 میذاره که یعنی مثبت. نه اون باشه باید 14 بنویسه روش خط بکشه. خب دیگه همون یعنی 14 ساله ها نبینم حالتی 13 اوکیه 15 میتونم اوکیه. بچه‌ها حالتی نداریم که مثلا بگه بالای 14 نبینن فقط زیر 14 ببینن. من پوینت هم اینه که اصلا بحث 14 نبود، مثلا 20 سال هم نباید میگه. فیلم واقعا ترسناک بود. اوکی. چیزام بود جاز که جاز اسپیلبرگ آره مال کوساها فارسیشه. اتفاقا بحث واقعا خوبیه. ما یه سری فیلم داریم در مورد حمله حیوانات به انسان. جاز مال کوسه است. زنبورها رو داریم، مورچه رو داریم، شیر رو اخیراً چیز بازی کرد. نه بازیگر سیاپوست انگلیسی اسمش چیه؟
خیلی ادریس آلبا بازی کرد فکر میکنم که فیلمش خیلی قدیمی هم نیست. سگم اخیراً ساختم مثل این. سگ قدیمی هم داشتیم. قدیمیه. ترسناکه. سگ ترسناک قدیمی هم هست. گود بوی مگه نمیگی؟ نه اینی که توی یه جزیره‌ن، این دختره که توی فست اند فیوریوس زن وین دیزل هم توشه. یه فیلم ترسناک دیگه. لیزل منشن. پیرانا هم داریم. آره پیرانا هم داریم. ببین یه ماهی گوشتخواره که گروهی حمله میکنه. واقعا میتونم بگم افتضاح و بدترین فیلم ترسناکی بود که دیدم، که ببین به شکل بدی چیز میکرد، نشون میدادم مثلا ماهی میپرید دست یارو کنده میشد. بعد ببین سکانس آخرش یه وقت یادم نمیره همه چی تموم شده بود. بودجهشون کم بوده. ببین من سنم کم بود دیدم یه بچه وایساده بود دم استخر تموم شده و همون ماهی‌ها رو برده بودن خوشحال بودن. سکانس آخر این فیلم این بود، بچه دم استخر بود یه ماهی میپرید کله بچه میرفت و فیلم اینجوری تموم میشد. من تا یه سال کابوس میدیدم، میشاشیدم به خودم. دنبال بهونه بودی. به معنی واقعی کلمه. به معنی واقعی کلمه. یه سری از فیلماش و پرندگان ها رو هم نادیده نگیریم دیگه. بردز آلفرد هیچکاک. آره جازو داریم مال اسپیلبرگ که جز فیلم خوبای این سریه، مثلا متای بالا، فیلم درست، خفن فلان. دبردز رو داریم از هیچکاک، اونم جزو خیلی خوباست. جاز 2 رو داریم که من اینو نمیدونستم وجود داره، ضعیفه، خیلی ضعیفه. آره متاش خیلی پایینه. بعد دیگه پیرانا رو داریم، همینی که الان وحید گفت. پیرانا هم 2 داره دوباره. یه دونه دبریت داریم که نمیدونم در مورد چیه. بعد بلک واتر چیزه کروکودیله و کلا یه ژانر فیلمیه که در مورد حمله حیوونا به انسان دیگه و همه حیوونا رو هم پوشش دادن. د پک داریم مال گرگه، تو فکر کنم باید ببینی. گرگونی که برای چیز فکر کنم اون 3 نفری که روی تلسیج میمونن و برقش قطع میشه، شاید اونه. یه دونه خیلی قدیمی داریم اسمش گریزلیه که اصلا معلومه خیلی کلاسیکه فیلمه. خرس واقعا به نظر من خرس همچنان اون علی گریزیه. آره اینو شما چند وقته پیشم علی دم شما گرم. آره خرس هم واقعا موجود جالبیه، یعنی از نظر اینکه روننت رو داریم، روننت و خرسایی هم که در شمال ایرانن، حالا خیلی 50-50، یعنی ریسک نمیشه کرد، ولی از اون دست خرسایی هم بیشتر که دنبال عسل و مثلا گیاها و دنبال آرامشن کلا. آره مثلا سمت انسان شاید نه اون مدلی که تو آمریکا آره اونا که تو آمریکا واقعا متلاشون رو زدن دیگه دنبال آرامش. استراحت. حالا پیرو اوپی ترین حیوان که اخیراً هم دوباره دارن برش میگردونن دایر ولفه. چیه؟ یه گونه ای از گرگه. توی مثلا گیم آف ترونز هم نشون دادن. یه نمایش حالا اگزاجره ازش هست ولی جثه‌ش از گرگ عادی درشتره، از هر سگ و گرگی درشتره. و گرگ رو دیدی چقدر بزرگه؟ من گرگ یک بار از نزدیک از فاصله دور، البته یعنی منظورم به چشم. نزدیک نبوده. نه منظورم به چشم دیدم. این تو ویدیو ندیدم. ولی از فاصله دور دیدم. ولی آره گرگ داریم تا گرگ پیزوری هم داریم. اندازه مبله. گرگ واقعا اندازه مبله مثلا. یه سری گرگا هستن که یه چیز خراب. آره کلا گرگ بودم. بریم سراغ سوالات. خاطره عجیب یا خنده‌داری که با حیوان‌ها دارید از اون سر محسن شروع کن. من خیلی خاطره دارم تو جنگل. فکر کنم جالب ترینش همونی بود که رامین اومد، فکر کنم گپ تایم مال 2 سال پیشه. آره گپ تایم بیشتر. من روشم خاطرات مدرسه چینه فکر کنم. گپ تایم 3 سال پیشه. 2 سال و نیم پیشه. ما دفتر قبلیه بودیم. اینجا نبودیم مثلا. جالب ترینش واقعا اونایی بود که توی کمپ و اینا با کمپ، البته که میگم کمپ طبیعت، با دوستان نشسته بود، حیوانات هم بودن و اگه جایی به بعد دیگه حیوانات نبودن نمی اومدن. توهم. آره من نمیگم دیگه، برید همون گپ تایم رو ببینید و متوجه این تغییرات هم طی این 3 سال بشیم. یه ذره خودم هم دوست دارم برام مرورش کنم. شما بگین. تو بگو. جذاب ترین خاطرات من چون خودم گربه داشتم، جذاب با مزه ترینش با گربه‌م بوده دیگه، که مثلا ببین بالکنم اون چیز داشت، این در توریا داشت و واقعا میفهمید من میخواستم بخوابم، میرفتم این در توریه ناخونشو مینداخت و این درا رو میکشیدی یه صدایی میداد که مثلا انگار تو مغزت دارن پتک میکوبن و این میکوبید، اینجوری میکوبید و برمیگشت نگاهت میکرد. بعد تا نگاهش میکردی چیز میکردی و سرشون میاو. بعد
پوینتش همین بود که در رو واسش باز کنی ببریش تو بالکن و میرفت علف بخوره. این گل گندمیه. چرا همه چیز تو ایست داشتم فهمیده از علفای گربه. گل گندمی دوست دارم. میخورن همه رو، بعد حواستون باشه گل سمیار نخوره. این گندمی سمی نیست. یه بار دیگه بگی میام. بعد میبردمش مثلا یه ذره بازی میکرد، گلگیاشو میخورد، بعد میخواستم برش گردم دور ناخوناشو گیر میداد به اون دره. دوست یه نداشت صحنه بیاد. تصور کن دستش گیر کرد. سه ابد و یک روز که می‌خواستم ببرم. چقدر گربه بود. پاشو داشتم میکشیدم بیا تو اینا. جالی که توری رو گرفته داره میاد. من خیلی گریه میکردم، میگفتم تو رو خدا بیا میخوام بخوابم. صبح میچرخی ولی الان این خاطر جالبت بود. خوب بود دیگه. خاطر جالب چیکار باید بکنی؟ نمیدونم هم پرسیدم گفتم اینجا استرالیا نیست. مثلا هنوز تعریف بکنه که بذار برسه به همین ببینم چی میخواد بگه. تو بگو. نقاش تو بگی. خب من نداشتم، من دارم فکر میکنم. رضا برو. آخه بگو داری. حله. من خب کلا خیلی ارتباطم با گربه خوبه و واقعا سعی میکنم که مثلا از اینایی که هر گربه میبینی وای میسی باش سلام علیک میکنی و صحبت میکنی باش، اینجوری که چطوری ردیفی مثلا خوبی و منتظری جواب بده هر دفعه. آره قبل از رستم که حالا بارها بحثش افتاد، ما خونه قبلیمون یه گربه نارنجی تو پارکینگ اون بود که مثلا این واقعا انقدر بود اون اوایل، یعنی معلوم بود به دنیا اومده یه ماه شده و من اولین باری که دیدمش تو همین ابعاد بود، کوچولو و به شدت میترسید. من از در پارکینگ می اومدم داخل و اون موقع ماشین نداشتم، پیاده می اومدم نگاه میکردم، میدیدم یه گوشه است یه صدا میکنه و یه قدمم بری سمتش فرار میکنه میره رو درختا، نمیتونه مثلا بمونه و اصلا اعتماد نداره. این پروسه گذشت و من هر روز می اومدم و یک قدم به این نزدیکتر می شدم، یعنی هر بار میذاشت که یه پامو جلوتر بزنم و مثلا نزدیکترش بشم. اواخر دیگه مثلا من نزدیک ماشین بابام می شدم، این از زیر ماشین داشت نگاه میکرد. دوباره گذشت و این پروسه مثلا 3 ماه طول کشید و 3 ماه از اون قضیه گذشت تا اولین باری که گذاشت من بهش دست بزنم و دقیقاً حس این رو داشتم که چیزو دید How to Train Your Dragon، اولین باری که به اژدها دست میزنه سرش آورد پایین و گذاشت دست بزنم بهش. دستمو که زدم به سره. آره یه لحظه تحریم گرفت روح استاد یه لحظه من دمیده شد و آره دقیقا دست گذاشتم رو سرش، یه لحظه چشمشو باز کرد و دوباره فرار کرد. از فرداش میومد دم راپله منتظر میموند و آره یه لحظه الو وسط ضبطیم آقای محترم. داوود تبلیغات پخش. آره داوود موزیک بذار. گربه چی شده؟ سیم کارت من سفارش ندادم. برای چی آوردن؟ تلفن گویا فکر کنم از ایران ساله؟ بله. میشه دم در به هر کی بود تحویل بدین؟ به هر کی بود. خودم باید باشم حتما. تو خیابون به یه نفر میده و میره. بذار یه لحظه کدشو پس براتون بخونم، بذار ببینم اس ام اسش اومده برام. آقا سلام. الان از اون ور یارو. خب بگو خاطراتو ادامه بده. حله. و آره این شد اولین باری که گذاشت بهش دست بود. خیلی بلند داره حرف میزنه، داد میزنه. 2088 2088 بچه‌ها کدی بود که محسن وایس میتونستید بستاشو تحویل بگیرید. الان میرم. محسن رفت. الان میرم. گوشش زنگ خورد بره. اینکه اینجا جواب میدم. بابا برو. هنوز در عجبه که آره خب و از اون به بعد دیگه مثلا گربه نسبتا بالغی هم شده بود و جثه‌ش ذره بزرگتر بود، میومد دم راپله میشست تا من بیام خونه، درو باز میکردم میدید منم با من تا دم راپله میومد بالا دم خونه و دیگه مثلا جلوتر نمیومد تا وقتی که مثلا من فهمیدم این از من غذا میخواد. غذا میذاشتم براش. چقدر طول کشید تا بفهمی؟ اوایل براش شیر و اینا گذاشته بودم ولی بعدش دیگه خفت میکرد، اینجوری بود که من باهات میام و باید بهم غذا بدی. غذا رو میذاشتم گوشه پله. آره میرفتم داخل، اینم میموند اون پشت. این پروسه دوباره جلوتر رفت. یه بار اومدم در خونه رو باز کنم که برم داخل غذا براش بیارم، دوید تو رفت نشست رو مبل و از اون به بعد این تو خونه ما تردد داشت دیگه. یعنی من هر وقت از شرکت میرسیدم خونه درو باز میکردم، این میومد داخل رو مبل میشست و هر وقتم که نیاز داشت که درو براش باز کنیم و بره بیرون فهمیدیم اس 20 چنده. دیدی لیز خورد چرا کلی بازی در میاری. آره هیچی، این عملا تو خونه ما زندگی میکرد دیگه تا اون شبی که شلیک کردن
ما همیشه در بالکن رو باز میذاشتیم. این چرا میچرخه؟ ما همیشه در بالکن رو باز میذاشتیم که مثلا این نصف شب میخواد بره بیرون تو خونه گیر نکنه، بتونه خودش فرار کنه و بتونه خونه خارج بشه. یه شب ما یادمون رفت اون در رو باز بذاریم و صبح با یه بوی ان خیلی شدیدی بیدار شدیم. ببین نمیدونم دستشوی گربه غیر خونگی رو تا حالا بو کردید یا نه؟ ریده از اون ناحیه رد ببین مرگ میاد. واقعا بوی مرگ میده. یعنی بوی مرگ میاد. وقتی بو میکنی سرت درد میگیره. مثلا این در حالیه که من مثلا با پارتنرم که اکسام رفتیم تو پشت بوم، رفتیم نشستیم و خیلی مثلا هوا خوب بود، مثلا خیلی عاشقانه رفتیم توی مثلا نشستنی، بعد بوی گوین زد بالا و اینجا و خیلی بده. این رفته بود عوضی پشت مبل دستشویی کرده بود و انقدر تشعشع داشت نمیتونستی حتی نزدیک شی که تمیزش کنی. واقعا نمیتونستی. رادیواکتیو، واقعا انگار رادیواکتیو بود. و بعد از اولین کاری که بابام کرده بود و بیدار شده بود این بود که درو باز کرده بود، این رفته بود و ما مونده بودیم و مثلا یک پایلی از اینکه اینو الان چیکار کنیم، حتی نمیشه بهش نزدیک شد. جدای از این قضیه یک بارم قبلش این روی میز خوابیده بود، تمیزش کردیم با 4 تا ماسک و فلان و هزار بدبختی و عق زدن و فلان و اینا، جمعش کردیم تمیز کردیم رفت. و یه بارم قبلش تو مثلا شب خوابیده بودی و داشت خوابت میبرد یا مثلا وسط خوابت بود، میدیدی که یه چیزی رد شد و میفهمیدی که این اسمش هم گذاشته بودیم سوسن و یه چیزی رد میشد و میفهمیدی که سوسنه. مثلا یه شب ما خوابیده بودیم و یه صدای ترکیدن خیلی نسبتا شدیدی تو پذیرایی اومد. همون جوری خوابالود رفتیم چراغو روشن کردیم و توی نه دیدیم که روی این طبقه های کنار تلویزیون که بالاان روی تیوی والی که وجود داره مثلا 2 تا مجسمه چوبی و سفالی و اینا بود. دیدیم که خود سوسن اون بالا نشسته و یکی از مجسمه ها پایینه و از نگاهش معلومه که ریده تو خودش اینجوریه که درو باز کنید من برم بیرون. تو رو خدا آره تو رو خدا درو باز کنید من برم بیرون. و من از همونجا زدم ببین سوسن بگیرم کار است. درو باز کردم دوید بیرون و آره خیلی دوستانه گربه‌ای که تو خونه ما زندگی می‌کرد به مدت 1 سال اونجا بود. ببینمت اولین جایی که و درو باز کردم دیدی خودشون میفهمن که کارش اشتباهی کردن. درو باز کردم شلیک شد بیرون و رفت از در بالکن اومده بود پشت شیشه نشسته بود داشت نگاه می‌کرد که تو رو خدا زدم میام تو داره. و آره یکی از چیزایی که خیلی حیف اومد این بود که ما خونمون رو عوض کردیم، هر کاریش کردم با ما نیومد. یعنی واقعا دوست داشتم با خودم بیارمش تو این خونه ولی هر کاری کردم نیومد، باکس فلان بهمان. ولی احتمالش خیلی زیاده که من به زودی یه گربه بگیرم. واقعا خیلی زیاد تحمل کردم این مدت که نگیرم، ولی آره احتمالاً تا آخر امسال یه گربه اضافه کنم. نایس. واقعا خوشحال کنم. آخه میخوره الانم، یعنی جان منظورم که الان تایمیه که میشه این کار. آره. و گربه خوب بودنش اینه که حیوان مستقلیه. واقعا چی؟ گربه حیوان مستقلیه به نسبت. حالا باز نژاد به نژاد فرق دارم ولی مثلا تو دی اس اچ نارنجی داشته باشی اصلا با تو کاری نداره. اینجوری که همون تو حیوان اونی، جوری که من از تو دارم نگهداری میکنم پولم رو بده. آره سعید بلومن به نمیشدیم آقا میایم پیشه. آره دیگه چی داریم؟ ببین من یه خاطره دارم. خاطره برای من نیست ولی خیلی واسم جالب. کاش اونجا بودم میدیدمش و حضور داشتم. من مامانم به شدت از گربه میترسه و اصلا خوشش نمیاد از گربه. دلیلش هم اینه مثلا تو بچگی دوستش که داشته توی حیاط ماهی پاک میکرد یه گربه پریده مثلا چنگ انداخته به سر و صورتش، این دیگه فوبیای گربه رو داره. و مامانم یه سری باکس داره مثلا تو راپله نگهشون می‌داره، یه سری خرت و پرتیه که مثلا اونجا گذاشتیمشون و اینا. یه بار یکی از این باکس ها رو برمی‌داره میاره میذاره تو خونه که بره مثلا یه چند تا کار انجام بده دوباره برگرده سراغش. نگو تو این باکسه یه گربه خواب بوده و گربه بیدار میشه و مامان من یک نیم روز با یک گربه توی خونه داشته میجنگیده. چه نبرد. این یکی از بی‌نظیر ترین داستان‌هاییه که وقتی داشت برام تعریف می‌کرد دیدم کاش دوربین بود و من میدیدم که تو با یک گربه توی خونه چجوری یک نصف روز زندگی کردی. 1-2 بار فکر میکنه رفته بیرون، بعد مثلا دوباره نشسته بوده میبینه یه از این اتاق یه چیزی در اومد رفت توی اون دوباره بعد بابام میاد با بابام یه بار فکر میکنن دیگه رفته بیرون خبری ازش نیست
نشسته بودن سر ناهار، دوباره میبینن یه گربه از اون اتاق میاد یه نصف روز طول میکشه تا این خونه ما میره بیرون. خوشش اومده بوده و این فوق العاده است. و منم دقیقاً یه همچین تجربه‌ای رو با یه بچه گربه توی پارکینگمون داشتم که نمیدونم چی شد، یا در نهایت بعد از 3-4 ماه رفت، یا چون مثلا بین همسایه هامون هم ما داریم افرادی رو که مثلا مخالف این قضیه که گربه برای چی باید توی پارکینگ باشه، یا احتمالاً اونا مثلا کاری کردن که رفته باشه که اون واقعا ناراحت هم میکنه اگر مطمئن شم ازش. شاید مهاجرت کرد. ولی مثلا من اینجوری هم که اوکی شاید به سنی رسید که ترجیح داد مثلا الان بره رفته جای دیگه ازش استقبال کردن بیشتر ولی خیلی جالبه اینکه تو مثلا وارد خونه میشی، مثلا هر تایمی از روز که من کلید مینداختم میرفتم تو ساختمون یه صدای میوی از ته پارکینگ میومد، مثلا منم واقعا بهش جواب میدادم، میگفتم آره منم، و بعد تو یه باکسی که براش درست کرده بودم که گرمش بشه چون تو زمستون بود، یا میدیدم میدوید میومد بیرون و قشنگ این ارتباط شکل گرفته بود، انگار مثلا میومد پرپاچه من مثلا میخواست بیاد بالا مثلا، و فوق العاده بود. من تو 2-3 بارم بردمش تو خونه و مامانم داشت نرم میشد که مثلا این متفاوته، چون نه چنگ مینداخت، هر کاری باش میکردی کاملا اوکی بود، نه خیلی مهربانانه برخورد میکرد با تمام این اتفاقات. و واقعا هنوز بعضی وقتا میرم تو پارکینگمون و الان میفهمم افرادی که پت دارن و از دست میدن چقدر فشار روانی زیاده، چون من صرفا مثلا 2-3 ماه با یه گربه‌ای که تو پارکینگمون بود فقط تعامل کردم و هنوز بعضی وقتا میرم انگار منتظرم که بیاد. یعنی یک لحظه صبر میکنم ببینم صدای اون مثلا میو کردنش میاد که بخواد صدام کنه و میبینم نه، و اینجوری هم خب ندیم واقعا مثل این که رفته. من توی ذهنم مثلا به این توافق رسیدم که مثلا این از دست دادن هیچ وقت قرار نیست مثلا بره، یعنی باش کنار بیای، مثلا یه چیزیه که گذاشتم نزنی تو چشم منم نمیبینم کلا نمیبینم و اینجوری پذیرفتمش دیگه، یعنی همچنان سوگواری میکنم، مثلا به یادشم یه تایمی رو گذاشتم برای خودم مثلا در ماه که من سوگواری کنم. و کار می‌کنی گفته قبلا از دستان گربش رو، چون خیلی بدون کانتکست اگر ندونه بچه‌ها میدونن، چون مثلا اکثر میدونستن که من گربه داشتم 4 سال. کاسنی و راستی گفت اصلا آره راستش گفته بودم و خیلی هم بهم پیام داده بودن بابتش، ولی کلا چیز میکنم دیگه، هر موقع دلم تنگ میشه مثلا عکساشو میبینم، با مامانم میشینیم صحبت میکنیم و مثلا مامان من جز اون دسته افرادی بود که واقعا میترسید. دقیقاً اینجوری بود که ما کوچولو که بودیم، یعنی جدا اون که پیش خودش که مامانم کوچیک بوده مثلا این اتفاقی بوده که گربه نارنجی حمله می‌کرد خونه‌شون، ولی که بچه‌ام بودیم تو حیاتمون خرگوش داشتیم و میگفت گربه میومده حمله می‌کرد خرگوش هم می‌برد، ولی میگفتم خرس که نبوده، چه خاطر میگه نه گربه‌ها وحشی ان فلان. بعد که دیگه گربه خودم آورده بودم دیگه آخرام مثلا با مامانم میشستن سریال می‌دیدن، مثلا میشست رو مبل میشدن سنگین سریال کره‌ای می‌دیدن و من میومدم خونه دقیقاً همینجوری درو باز می‌کردم پشت در وایساده بود و مثلا این خیلی چیز قشنگیه. بعد آره واسه من خیلی یه سال اولش قشنگ نمیتونستم صحبت کنم، 6 ماه تو خونه افتاده بودم از جام بلند نمیشدم، ولی بعدش مثلا رفتم تراپی و صحبت کردم، گفت که قبول کن، یعنی مثلا عزاداری نکردی تو، اصلا خواستی که مثلا تو ذهنت یه جوری برخورد کنی که نخواستی قبولش کنی، ولی باهاتش عزاداری کن، مثلا سوگواری کن. و از وقتی که انجامش میدم تو ذهن خودم به آرامشی رسیدم، ازش دیگه فرار نکردم. چی باعث میشه که سمت جایگزین کردنش نری؟ من همیشه سوالم اینه، اصلا چیزیه که جایگزین ناپذیره مثلا طبیعتا هست، یعنی قطعا اون که جایگزین ناپذیر تسکین نمیده. آره. سوالم اینه، ولی خیلی قطعا کمک میکنه. یه بخشش این بود که من تو ذهنم اینو ساخته بودم که دیگه خانواده‌ام دوباره موافقت نمیکنن، خودم نمیتونم فلان. از به بعد به نقطه‌ای رسیدم که انگار خودم داشتم ازش فرار میکردم. این همونیه که میگم سوگواری برام ادامه داشت، انگار نمیخواست، همون جایگزین کردن اون حسه رو بهم میداد. ولی الان خودم به اون آرامش رسیدم که برم دوباره یه گربه به سرپرستی بگیرم. صرفاً تا الان عقب افتاده این بوده که یه جا پیدا کردم، یه مرکز خیلی از خونمون دوره، هر موقع خواستم برم تو این چند ماه اخیر پی کنسل شد، نتونستم برم، وگرنه خودم قصدشو دارم. تنها دلیلی که تا الان انجامش ندادم و عقبش انداختم همین بوده، من واقعا میدونم دلش رو ندارم که چیزیش بشه. آره. و واقعا میترسم، یعنی تعارف نداریم، من میدونم که مثلا اگر قرار باشه
بد مریض شدنش رو ببینم کمرم خم میشه. واقعا این اتفاق میفته. اینطوری هم که الان چه خاکی به سرم بریزم مثلا تو این شکلی چی کارت کنم. بعد اون یه بحثه مثلا اونجوری هم نیست، مثلا تو گربت یه حالت تهوع یه ذره حالش بد میشه، تو فکر می‌کنی چی شده، مثلا داری سکته آره می‌کنی، بعد ببری مثلا بعد می‌فهمی مثلا نه یه غذای بدی خورده، یه ذره دلش پیچیده. ولی مثلا خود گربه یه جوری اینجوری می‌کنه وای دارم میمیرم مردم وای. نقش پدر و مادر رو میپذیری دیگه برای اونم. آره و ببین تو کوچیک‌ترین مثلا یه جا می‌بینی چه می‌دونم میخواد دستشویی کنه، بعد میاد از دستشویی یه میو خاصی می‌کنه، میگی سرچ می‌کنی بعد میزنی گربه اگه بعد دستشویی میو کرد یعنی مشکل مثلا کلیوی پیدا کنه، اینجوری که وای بدبخت شدم سری ببرمش دکتر. و این چیزاش مثلا خیلی استرس داره، ولی در کنارش مثلا 500 تا ویژگی مثبت داره که واقعا تراپیه. یعنی تو اون تایم انقدر حس خوب بهت میده، قشنگ خونت روشنه تو تایمی که پت داری، انگار فضای خونت یه محیط دلنشینه خیلی نورانی خوبیه. سینا تو چی می‌خواستی بگی؟ همین. ممنونم. مرسی بابت. اینو زیرنویس کنید، کلی حرف توشه. کل خاطراتم رو تعریف کردم. چه قیافت اونجوری؟ نه همون. به من خیلی درگیری‌های متفاوتی داشتم با حیوان‌ها. واضحاً. ولی از اونایی که یادمه و خیلی خوب بود در کودکی، خیلی دلنواز و زیبا بود برام، تایمی بود که کار در خونه میکردیم، یادم نیست واقعا چند سالم بود، ولی یادم یه کارگاهی بود که من با مامانم میرفتیم اونجا و دوستم با مامانش اون هم میومد اونجا. یعنی بعد ما دوست صمیمی 10 سال 11 سال با هم دیگه دوستیم. بعد اونجا یادمه یه دستشویی داشت که خیلی چیز بود و یادمه یه روز از این دستشویی صدای میاو میاو میومد و از یه گربه خیلی کوچولی افتاده بود ته چاه و یادم نمیاد چجوری، ولی ما خیلی تلاش کردیم اینکه دستتو بکنی تو چاه و فلان و اینا. یادم نیست چه جوری، ولی یه فکر کنم صاحب اونجا بود این گربه رو از توی اون چیزه در آورد. و گربه خیس کثیف مثلا داره یخ میزنه سردش شده این شکلی بود و اونو ما مثلا درستش کردیم، مثلا تمیزش کردیم. 3 نفر بودیم، 3 تا بچه بودیم، اینو مثلا تمیزش کردیم. بعد خانواده‌اش اومدن، یه دونه مامان گندش بود، بعد با بچه هاش بودن و بعد از یه بازی مامانه رفت و این بچه ها موندن همچنان ناتوان و ما اون بچه ها رو برداشتیم بردیم یه مدت انداختیم توی جعبه کارتون خیلی بزرگی یا مثلا شیر میدادیم، غذا میدادیم بهشون و نمیدونستیم مثلا برای دستشویشون چی کار بکنیم، اونا مثلا میریدن همونجا و مثلا بعد از یه بازی مثلا یه هفته 2 هفته خیلی خوش گذشت، بعد دیگه رهاشون کردیم رفتم. گربه نایس. بهترین خاطرش. ولی خیلی خوبی خوش گذشت. کبوترشی داشتیم اونور ما توی چیزمون تو تاکستان همسایه روبروی مادر بزرگم اینا طرف کفترباز تیر و کفتربازی خیلی اصلا بیزینس عجیب غریبیه، یعنی واقعا درک نمی‌کنم اصلا تبدیل شدن به کفترباز خیلی چیز عجیب غریبیه و خیلی سختم هست. و این با دایی من آشنا بود و یه دونه از این کفترها رو داد بهم، یه کفتر خاکستری رنگی بود یادمه. اینو من یادمه بردیم یه مثلا یه هفته 2 هفته‌ای تو خونمون بود و مثلا باش بازی می‌کردم بعد، ولی خب اون لذت نمی‌برد طبیعتا. خیلی ته جملات تو بل سینا چی شده؟ کم مثلا اینجوری که من اینو می‌بردم بازی می‌کردم درست سریم کن قفس بود و تبدیل شده بود به یک حیوان اینجوری که یادم من نمیدونم اینجاشو که آخر سر مامان بابام ولش کردن، آزادش کردن رفت، یا مریض شده بود کشتنش، یا نمیدونم چی شد سرنوشتش نیست و ناپدید شد. آره چیزی که برای من تعریف کردن این بود که من شوهرم میدارم خیلی مزه میپرونه، خیلی فکر میکنم با مزه است. بعد اسم نمیدونم جزء حیوانات شده. خب آره و این اینجوری بود که چیز آب پختیمش، آب گوشتش کردیم داریم میخوریم. یعنی این چیزی بود که من یادم نمیدونی چقدر واقعیت داره. آره نمیدونم واقعا داریم آب گوشت کبوتر بابا یا کریمو میخورن یه سریا مرسومه اینقدره، یعنی اصلا ارزش نداره اون بدبخت.
بابا میگن خیلی هم مقدم یا کریم انقدر گوشتی که نهایتا ازش در میاد میخواد بشه اصلا خود اینقدر دیگه. پرنده ها بوهای خوبی ندارن واقعا. آره این کلا یه تاپیک جدا، واقعا پرنده تو خونه نگه داشتن و اصلا خیلی بعد همین شوهرم اینا چیز داشتن، مرغ عشق نگر می‌داشتن. مثلا مرغ عشق به حجم و مقدار زیادی مثلا نگر می‌داشتن، بعد بیزینس بود قشنگ. این با این جفت بگیره بچه‌شون رو یه جفت دیگه می‌آوردن، این مثلا یه 4 تا قفس بود. افسرده میشم مرغ عشق. بعد صدای جیک 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 و مثلا بوی خیلی حوصله و اعصاب پرنده کلا همینه، تمام نکاتش منفیه، سر صدا میکنه، بعد موقع غذا خوردن دیدی دوناشو میپاشه این ور اون ور بیرون قفس، دستشویی بخواد کنه مثلا میرینه لب قفس که سر بخوره بریزه پایینه، در صورت اینجوری که من میرینم تو خونه میرینه تو آبخوری. آره بعد پراش پخش میشه، بوی بدی میده، پیپی میکنه، مدفوع میکنه بهتر. ولی ما یه مدت بابام یادم 2 تا فنچ آورده بود خونه، از عموم گرفته بود و نمیدونم دیدید فنچ چقدره. واقعا اینقدره، یعنی خیلی کوچیکه و اینا بالغاشن، جوجه هاش فکر کنم اینقدرن. بعد ببین صدایی که تولید میکنن انقدر بلنده، صداش زیاده، کل خونه صدای همون یه ذره میپیشه. یعنی مثلا زیرشو نگاه کنی زده پاورد بای بیت، قشنگ معلومه سیستم صوتی خفنی داره. آره و من واقعا از اینا متنفر بودم. بعد خیلی هم سریع پرواز میکنن تو خونه، میبینی یه چیز مثلا انقدر رد شد رفت خورد تو دیوار، اصلا بعد درو بعضی وقتا باز میذاشتی. اصلا پرنده قفس واقعا تو خونه اینجوری پرواز میکنن با هم، انگار مثلا تو دشتن، در حالی که خودش کوچیکه وگرنه خونه تو هم همین استو داری دیگه. آره حالا اتاق کوچیکه بزرگتره میشه برعکس. بعد حیوان خونگی پس فقط تو گربه داشتی، تو نداشتی؟ من یه بازی هم سر اون یه سری از ویدیوهای آپاراتم که لیک شده بود خودم لیکشون کردم. قورباغه اومد. آره این گورباغه که این گورباغه رو ما آره تشریح من قورباغه تو از دهاتمون با همون عموی عزیزم که خیلی دوستش دارم گرفتیم و نه درست صحبت راجع به عموی خانواده تذکر داده. بعد آره با اون گرفتیم انداختیمش تو دبه ماست، مثلا یه قورباغه عادی داشت مثلا میپریدیم یهو گرفتیمش انداختیمش تو دبه ماست، 4 تا سوراخ زدیم به این ور، هدف علمی بود دیگه. از قزوین آوردیمش اسلام شهر و تشریحش کردی، یه دونه از اینجاش آوردیم تق اینجوری فشار دادیم و قورباغه اینجوری شد و تشریحش کردیم. شاید مادر یه خانواده بود، شاید پدر یه خانواده، شاید پدر یه خانواده، شاید بچه یه خانواده، دایی بود، می‌خواست حیوان نباشه. خب ادامه بده. جواب بدی بود. خب بعد من دست راستم درد میکنه. بعد از اون مار گرفتم دستم، مار آبی، خیلی چون ترس داشتم از اونو هم باموت بودی؟ نه اونو تو مدرسه. خواستم ببینم یه مثلا اینجوری نبوده ببین نیش میزنه. نه اشتباه ترین کاری که کردم بود که همستر من میخواستم بخرم برای این پروژه علوممون و اینجوری بودم که من که دارم یه ماده میگیرم بذار یه نرم بگیرم دیگه. گرفتم و این دوتا رو انداختم توی سبدی، همون قفس مخصوص خودشون و بعد از اینکه مثلا چیز کردم بردم مدرسه و مثلا نشونش دادم و اینا اندامش و اینا و تو همون ویدیو هم دستمو گاز میگیرم. بعد گذشت یه هفته 2 هفته دیدم حجم زیادی گوشت چرخ کرده انگار توی اون قفس اینجوری، مثلا 20 تا 30 تا دونه انقدر مثلا موجود زشت، خیلی بچه‌هاشون زشته که از چندشترین صحنه‌ای بود که تو زندگی دیدم اینجوریه و واقعا ترسیدم. یکم مثلا صبر کردم و اینا، با مامانم مشورت کردم، با بابام مشورت کردم، بردم انداختمشون بیرون از خونه، تو دل بیابون رهاشون کردم. غذای حیوان دیگه شد. بالاخره چیز چرخه حیات باید بچرخه دیگه، یعنی مثلا شاید اونجایی که ماری زندگی میکرده که من روزیشو مثلا شاید کمک کردم ان شاءالله که همینطور به دست بیار. آره بعد این بود و مارموله، با حشرات خیلی درگیر بودم در زندگیم، با حشرات به وفور درگیر بودم. هنوز هم هستی؟ آره همین امروز تو مثلا مطب دکتر 2 تا سوسک کشتم. از اون طرف مثلا یادم مارمولک خیلی چیز بود، یه مارمولک مشکی تو حافظم هست، نمیدونم داستانش دقیقاً به چه شکله. میتونیم بگذریم ازش. آره بعد همین دیگه چی به اون شکل دیگه. مارمولک میگیری دسته؟
مارمولک نمیتونی بگیری دستت اصلا، خیلی سریعه. و یکی از خاطراتی که من یادمه تعریف می‌کردن زیاد، دخترم و پسرم هم خیلی آدمای شر و شوری بودن و امامزاده اصلا زندگی می‌کردن و اینا در یک بازه‌ای نیاز بود بدونیم کجا زندگی می‌کنن. آدرسش مارمولک الان اسلام شهر یه مارمولک خیلی بزرگی رو پیدا میکنن و اینو مارمولک رو میکشن، دومشو میبرن و میپزن. شما چقدر ده دقیقه پیش که گفتم به نظرم اینجا تمومه باید تموم میکردیم. و چرا پوینتش چیه؟ خیلی شر و شیطون بودن دیگه، اصلا می‌خواستن ببینن چی میشه. ولی تو واقعا یه سری از بچه‌ها رو می‌بینی، حالا نمیدونم تو بچگی خودتون دیدی که حیوان آزارن واقعا، یعنی مثلا طرف 5 سالشه ولی از همون اولین کرمه رو داره. خیلی بده. ولی مثلا جوجه معمولا من خیلی دیدم شد. آره ولی مثلا جوجه خیلی گناه داره. من حیوان آزاری در هر لولی به نظر من خط قرمز مطلقه و اون آدمی که این سرشت یا این ذات رو داره که بتونه این کار رو با یه حیوان انجام بده، هیچ اصلا اینکه تو یه گربه رو تو خیابون میبینی مثلا دمش بریده شده، اصلا تیر میزنن تو قلبت، گوشه بریده حیوونا رو میبینی، نمیدونم به یه سری اصلا لگد میزنن زیر گربه. اصلا اتفاقا یه ویدیو از مهران مدیری دیدم داشت همین رو تعریف میکرد که میگفت آقا یه گربه ای رو ما دیدیم سر یکی از فیلم برداری، اومد بهش غذا دادیم، همه باش بازی کردن فلان اینا، میگفت اومدیم ضبط رو شروع کنیم، میگفت یه چند ساعت بعدش دیدیم گربه مثلا همون بغله داره برای خودش میره میاد. اتفاقا ما تو ضبط مثلا هفته پیشمون یه 2-3 تا بچه گربه داشتیم تو پشت صحنه، بی‌نظیر بودن. دوربین و با یه باکس کامل از گربه، یه باکس 6 تایی از گربه نارنجی در سایز نارنجی بود، واقعا خوب بود. بعد میگفت اومدیم ضبط رو شروع کنیم، سکانس مثلا میخواست شروع بشه، من دیدم یکی اومد یه لگد زد زیر گربه. گفت انقدر حالم بد شد که اصلا نتونستم ادامه بدم، پاس کردیم و اینا. گفت اومدم بیرون رفتم یه لگد زدم به همون یارو، چون اینجوری بود اصلا این خط قرمزه، تو چجوری دلت میاد این کارو؟ آخه خیلی واقعا لطفاً بچه‌ها شما هم هر گونه حیوان آزاری در هر لولی دیدید واقعا بزنید زیر گوشه یارو، برخورد کنید، در حد توانتون برخورد کنید. ولی یاد این چیزا من یه صحنه که همیشه سنم کم بود یادمه، خیلی واقعا ناراحت کننده بود. داشتم میرفتم راه مدرسه، یه تیکه خاکی مانم بود، یه بودم یه وانتیه اومد، یه اسنایپر طور وان سنه بچه این اسنایپر بود، گرفت به سگه شلیک کرد و سگه افتاد. بعد مثلا اینکه یه طرحی بود سگای مثلا ولگردو بکشن. و ببین انقدر صحنه ناراحت کننده ای بود بدون اینکه توجه کنه کی اون اطراف و بچه هست و فلان و اینا، رفت جلو صورتش نه تو داشتی میدیدی اون اطراف بودی؟ ببین من فرار کردم، گفتم الان میاد سمت من، الان بعد سگه تو رو میزنه. آخه نمیدونستم قصدش یه سگا رو میکشن. گفتم اون سگه تست کرده گفت کار میکنه به طور آدمو. خیلی وحشتناک بود. تست تفنگ. عجب چیز بدی. دویدم بالا رفتم مدرسه و میترسیدم دیگه اون مسیر رو برگردم تا یه مدت، میگفتم یارو میاد چلی. اینم خیلی 0 و 1، یعنی یه بار میبینی به درستی میرن سگا رو واکسین نمیکنن، یه بار یهو میریزن هر چی سگا رو میکشن، اصلا آدم نمیفهمه کی داره چی کار میکنه تو این. آره من خیلی نظری راجع به سگای ولگرد ندارم، حالا یه سریشون وحشی ان اینا، ولی که جلو آدم بگیری بکشیشون یا کلا بکشیشون خیلی چیز وحشتناکیه. ببرید مثلا طبیعت آزادشون کنید، اگه تو شهر نباید باشن، جایی که مثلا بعد زندگی کنن ببرید اونجا. خیلی چیز وحشتناکی. اون آدمم واقعا باید گرفت. اون که 100% اون که اصلا بحثش اصلا خیلی حیوان اوورریتد و آندرریتد در نظرتون رو از اون سمت بگید که دیگه بریم به سمت فکت های نهایی. اوورریتد پرنده ها واقعا اوورریتد. پرنده ها واقعا اوورریتد. خیلی اوور. همه پرنده ها. نه بجز پرنده ها کلا نه به نظرم اوورریتدن. مثلا مرغ مینا، مرغ این توتی و اینا همشون مثلا اوورریتدن. خب تو هم موافقی؟ آره کاملا. بجز شاهین و من یه دونه، آره شاهین و پنگوئن، این دو تا عالیه. آره اونا پنگوئن خیلی اپیکن ولی پنگوئن پت نیست، اون پت. به عنوان پت آره کلا پرنده ها اوورریتدن، مگر اینکه مثلا اینایی که پرنده اگزاتیک نگه می‌دارن دیگه. مثلا من یه دوستی داشتم از یه جوجه شاهین نگهداری می‌کرد، کوچولو و پیداش کرده بود. چقدر و فکر کنم طرفای نیست دیگه، این مجوزینا میخواد، غیر قانونیه. غیر قانونیه. نمیگفت بزرگتر که شد رفت خودش رفت، فقط جوجه‌ای بود که نمیتونست خیلی مثلا سر پا وایسه، یه ذره که بزرگتر شد و اینا تو فضای خونه یه ذره چند روز چرخید و بعد دیگه رفت. ولی مثلا تو اون حالت آره جذابن واقعا، پرنده‌های وحشی کلا جذابن، ولی
حیوان خونگی نه، پرنده overrated هم واقعا. underrated رو بگو. من اینو به عنوان حیوان خونگی نمیبینم، ولی یه سری جوجه تیغی ها خیلی بامزن. قیافه‌شون رو میبینی؟ آره به عنوان پت اگر در نظر نگیریم راحت‌تر میتونیم چیز کنیم، یعنی نه کلا دارم میگم مثلا فضای چون همش هم میاد زیر این تفکر مثلا این نه آخه جوجه تیغی هم به عنوان پت نگه میدارن. بحث اینه که آیا درسته یا نه، چون من نمیدونم طبیعتشون چیه، ولی پت هم نگهشون میدارن، ولی کلا خیلی بامزن. خب پت رو دارم فکر می‌کنم تمساح نگه میدارن. آره موارد عجیب غریب هم داریم طبیعت. تفکر چی میگن، میخوای به همه چی صاحب باشی، آدمیزاد میخواد به همه چی. اونایی که من خیلی یار دیدم میمون نگه میدارن. آره زیاده. و یه سریاشون واقعا صرفا چون پولدارن اینجوریه که میمون بگیریم با کلاسه مثلا. نه ما پولدار نیست. خب underrated و overrated چیا بود؟ پرنده ها. میمون هم خیلی underrated. حشرات میمون underrated. نه حشرات چون بهشون میگن حشرات. آره حیوانات نمیگن. چیو میخوای؟ آره چی نمیگی بس سوستی که بس تمام شد. سوسک پلاستیک. نه overrated underrated داره همین حیوان گوگولیا اینا بامزن، همین جوجه تیغیه. خب overrated ها؟ نه underrated. خب بعد overrated داره همون پرنده ها رو برام میتونم قبول کنم. آبزیارم خیلی حال نمیکنم. ماهی و اینا ماهی و اینا چون نمیبینیمشون زیاد. اون یکی هم نمیبینیم زیاد، ولی آبزیار نه خیلی ارتباط نمیگیرم باهاش. اوکی. آره تو چی؟ underrated چیزی بزنم نمیرسه واسه حیوان خونگی یا حالا کلا حیوان، ولی حس میکنم مثلا حیوانی که بهش کم توجه میشه، حالا خارج از پت و این داستانا، نهنگ قاتلا رو دیدید؟ آره. چشمشون سفیده. اون عظمت و شکوهی که این حیوان داره واقعا خیلی بیشتر از اینو باید بهش پرداخته بشه، چون توی لیگ دیگه ای آورا داره، توی لیگ دیگه ای خوشگله و مثلا حیوان underrated میتونه اون باشه. آبزی چیزان اگه اشتباه نکنم دلفینان. اینو گفتم. آره حیوانای دیگه رو بولی میکنن، حیوانای دیگه رو واقعا بولی میکنن. حالا مثلا نه قاتلن واقعا و میکشن. مثلا وحشتناک، اصلا نگاه نکنید، واقعا حیوانای بیشعور و بی‌فهم واقعا توی مثلا برخوردی هم نداشتیم، مثلا انتظاری هم نداریم. حیوان ترین مثلا چیز مثلا لو لول ترین همین چیزان دلفینان واقعا کثافتن. چیش تو رو اذیت میکنه این قضیه؟ یه ذره برید تحقیق کنید، اصلا قاتلن. حالا ما رفتیم تحقیق هم کردیم، مثلا ما که بیرون آبیم. تو چرا اینقدر ناراحتی از این قضیه؟ طبیعتشه مثلا بزرگتره، گشنشه میره مثلا یکو میکشه تموم میشه. اینا اذیت میکنن، بازم همینجوری میزنه، بازم خفتش میکنن، باهاش بازی میکنن، بعد میکشن. الان تو با بز بعد میکشن، نمیخورن، میکشن میرن، مثلا اینجوریان. اصلا یه چیز چی چرا انقدر عصبی از این قضیه؟ حال نمیکنم با دلفین، حال نمیکنم اصلا. اسمش اومد تو ذهنم به هم ریخت. زشتم اصلا. نه دیگه واقعا نه. دلفینا قیافه‌شون باله. چیزشون دیدید؟ نه خیلی به عنوان مثلا حیوان گوگولی چیزشون میکنن. بله خیلی به عنوان حیوان گوگولی مهربون چیزشون تبلیغ شدن، ولی واقعا آشغالن. خب حالا از کامیونیتی دلفین ها عذرخواهی ما واقعا عذرخواهی میکنیم. دو عدد هیتر داریم در حالی که نشستن اینجوری دارن زیر نگاه میکنن. اینو پیدا کنید. دکتر حباب میاد بیرون. سانسور دلفین. آقا دمتون گرم، خوش گذشت دوستان. ممنونیم که ما رو تماشا کردید. حیوان آزاری نکنید به هیچ وجه. یه سری چه چیزی هست که شاید در طول روز داره انجام میشه ولی در طول شب انجام نمیشه، داره حیوان آزاری محسوب میشه. ترسوندن هر نوع حیوانی. واقعا مثلا یه سری میافتن دنبالشون، یه سری نه اصلا حتی همون پاکوبیدن به زمین برای فراری دادن یه سری از حیوان‌ها، چون گربه مثلا چه میدونم حرف و اینا رو نمیفهمه، به صدا خیلی حساسه و اینا واقعا استرس میگیرن، فشار بهشون وارد میشه و قلبشون ممکنه وایسه و این داستان. نکنید آقا. بزرگترین حیوان آزاری به نظر اینه که میری یه پتیو میگیری صرف این که مثلا به عنوان اینکه سرگرمت کنه. مثلا من گربه‌ام برده بودم دامپزشکی، مریض شده بود، یه خانومه اومد گفت این سگم خرابه، خیلی بده، چیز میکنه، مثلا گاز میگیره. جلو فامیلا آورده بودم شیرین بازی در بیاره، مثلا وحشی بازی در آورد، گرفتم زدمش. ببین میخواستم برم زنه رو مثلا فشار بدم، کل این
تزریقاش بپاشه بیرون. و ببین گفتم تو واسه چی رفتی یه سگو گرفتی مثلا، مگه مسخرته؟ بعد سگ این گوگولی کوچولوها گناه کوچولو هم بوده. آره میگفت این مثلا گاز میگیره، اصلا بامزه نیست. اینجوری بودم که این واقعا مثلا این بزرگترین حیوان آزاری اینه. حیوان که واقعا اون زنه بود. آره واقعا در این سناریوها بعضی وقتا بیمارستان حیوانات هم واقعا حالا این یکی از اتفاقات تلخشه. من اینو خاطره دارم، شاید قبلا گفته باشم یادم نیست. ما یه بار رفتیم گربه مهدیه رو فحلیش بود عملش کنیم، نشسته بودیم توی سالن زمانی که تمایل داره گربه. آره تو حالا تقریبا تو دوران فحلی محسوب میشه، خب ولی عملش نمیتونیم بکنیم. ولی بعد نشسته بودیم تو سالن انتظار، مثلا همه با گربه های کوچولو، یکی با پرنده، یکی فلان، خیلی جو مسالمت آمیز مهربان. یهو در باز شد، یکی با 4 تا ژرمن شپرد اومد تو. یه مرده به 2 تا دستش 2 تا حالت چیز بود، زنجیر طور بود، 2 تا گنده اومدن تو، یه زنش هم اومد تو، اونم 2 تا دسته. یه لول همه ی افرادی که گربه یا حیوانای کوچیکتری داشتن که در معرض خطر بود رفتن ته سالن. ما هم همه شیفت کردیم رفتیم ته. این مثلا گربه سکته میکنه این سگا رو ببینه، میترسن. اونا هم همش درگیر بودن. مثلا یارو یکیو گرفته بود زیر بغلش، یکیو بین پاهاش گرفته بود که اینا فقط در نرن. نمیتونستن یکی یکی بیارنشون دکتر. اصلا نمیدونم برای چی این کارو کردن. بعد یه سری هم رفتن طبقه بالا، یعنی هر کس که دید شانس زنده موندنش کمتره برای حیوان رفت بالا. ما رفتیم ته سالن. یه رو 20 دقیقه گذشت، یه یارو با یه سگی اومد تو، اونی که 4 تا ژرمن شپرداش اومد ته سالن، ما همه رفتیم بالا. ببین سگه انقدر بود خب، و جدی دارم میگم بردنش روی ترازو فکر کنم 80 خورده کیلو بود سگه. از من سنگین‌تر بود. و خیلی عجیب بود. یعنی مثلا بعد صاحبش هم یه آدمی بود 2 متر قد، اینجوری بود فقط من میتونم اینو جابجاش کنم، کسی بهش دست نزنه. و یه بچه 4-5 ساله که بچه 4-5 ساله از اون بود که دستشو میکنه تو دهن سگ، گردنشو میگیره، پس گردنه و فقط این آدم سیف سگه معلوم بود همینه. و این بامزه بود که واقعا همه بلند شدیم و یهو صف آسانسور شد، یارو با ژرمن شپرده پشت سرمون بود، ما همه در آسانسور رو داشتیم میزدیم که فقط بریم بالا. و اتفاقات رندوم. پیشنهاد آخر هفته دارید از فیلم هایی که رضا معرفی کرد و در رابطه با حیوانات بودن میتونیم مثلا انتخاب کنیم چیزی که دیدیم؟ آره منم میتونم، اسمش یادم نیست چیه ولی اینو توی فیلمو دیده بودم. خورده جزیره گربه ها، یه فیلم ژاپنیه. خب راجع به واقعا همون جزیره است که توش تعداد گربه بیشتر از آدم هست. بعد به طرز عجیبی خیلی داستان قشنگی داشت فیلمه. راجع به یه پیرمردی بود که همسرش از دست داده بود و از یه گربه مراقبت میکرد و این داستانه هی بعد پی او وی فیلمه از گربه ها بود. یعنی مثلا گربه رو نشون میداد که میره دیگه، دوربین رو پیرمرده میرفت گربه ها رو دنبال میکرد و خیلی فیلم جالبی بود. The Island of Cats. آره خیلی فیلم قشنگی بود. مثلا 1 ساعت و نیم فیلمه، تهش انقدر حال خوب داری و بغضی هم میشه، چون فیلم ناراحت کننده است ولی خیلی حال خوبیه. اینو 100% پیشنهاد میدم. جزیره گربه ها، مارهای آناکوندا رو بشینید دوباره نگاه کنید. مارهای آناکوندا البته اپیزود اولیشو ببینن خودشون خسته میشن دیگه. 4-5 تا فکر کنم. آره اولیاش که ببین واقعا بده، یعنی از نظر کارهای گرافیکی که روش کار شده که کار نشده. آره واقعا خیلی دو تا فیلم دارم من. یکیش چیزه، فیلم خیلی کمتر شنیده شده ای، اسمش Art of Racing in the Rain. هنر مسابقه دادن تو بارون. در مورد حیوانات. فیلم در مورد یک راننده فرمول 1 که زندگیش داره توسط گلدن رتریورش تعریف میشه. از زبون سگ است. مسابقه دادن صرفا یه موضوع سایدی اون گوشه. کل زندگی یارو از دوران جوونیش تا پیر شدنش و ادامه ماجراست. و از اون فیلمایی که مثلا آخرش به پهنای صورت داری گریه میکنی که مثلا آره چون هرچی بگم اسپویل الان از فیلمه، چون روند داستان زندگی مرد است. مریض میشه فلان میشه. Art of Racing in the Rain. هنر نجات زیر بار. آره بعد آره نجات دقیقا. و یه دونه دیگه هم هست، اینو احتمالا مثلا تلویزیون دیده باشید، 8 بیلو -8. پول واکر با 8 تا سگاش. 8 تا سگ هاسکیان میرن توی بیسی تو قطب شمال یا جنوب فکر کنم. یه مشکلی پیش میاد، این مجبوره بدون سگاش برگرده و سگا میمونن اونجا و مجبورن تنهایی زندگی کنن و این نمیتونه دووم بیاره. یه مأموریت جدید تعریف میکنه، هر جوری که شده میره که سگاشو نجات بده
و از مثلا تا یه حدی از فیلم از 2 تا زاویه مختلف داره تعریف میشه که سگا دارن اونجا الان چیکار میکنن، این داره این مثلا دست و پا میزنه که برسه بهشون، این وسط یکی دو تاشون مثلا حالا تلف میشن توی درگیری با گورگا، توی غذا پیدا کردن. نه خیلی طولانی تر از این حرف است. این دوتا رو چون خیلی underrated بودن در مورد حیونا دوست داشتم. من یه چند تا چیز الان ذهنم منم بگم بعد بریم سراغ. آره بگو. پنگوئن های آقای پاپر. عجب فیلمی. پنگوئن های آقای پاپر و اسکوبی دو. من این کودکیم با اسکوبی دو تو پرشین تون نشون میداد و ما خیلی بال بود. و چیز لاکی روشن نینجا طبیعتاً، یعنی چون بحث حیوانات باز همچنان لاکی روشن نینجا و دیگه خیلی حیوانی. نمو رو ببینید، نمو رو ببینید. بعد اون یکی من کینگ کنگ رو پیشنهاد بدم. کینگ کنگ رو واقعا اگر دیدید دوباره ببینید. کدومش آخه؟ پیتر جکسون. اورجینال پیتر جکسون. به نظرم یکی از فکر کنم اسکار گرفت یا نگرفت. فیلم ویژه اینا رو گرفته. آره خیلی فیلم خوبیه، خیلی فیلم خوبیه. و یکی هم وارهورس استیون اسپیلبرگ دیگه، اون هم در رابطه با یه اسب، روایت جنگ جهانی از دید یک اسب دقیقاً مثل همین ریسینگ این در رین. آره نایس چه باحال. و اون هم خیلی فیلم خفنیه. این دو تا نریت از زبون سگ است کل فیلم. بوجک هورس دقیقاً. بوجک ببینید. بوجک رو ببینید لطفاً و نبینید. بوجک رو ببینید و ازش یاد بگیرید. نه واقعاً اینو حالا بعداً در موردش حرف می‌زنیم، ولی بوجک رو ببینید و ازش یاد بگیرید چون سنتون مناسب صحبت کنید. کل پوینت بوجک اینه که ببینید و در نهایت بفهمید که من نباید این شکلی باشم. یعنی کسایی که میان میگن من خیلی شبیه بوجکم، نه این چیز بدیه. کل پوینت اینه که نباید داره اون چیزی که نشون میده که نباید باشید. و چیزی که داره اینه که کاراکترهای توی سریال مثلا گربه خود بوجک اسب است، رفیقش گلدن رتریور، اینا همشون کاراکتراشون دقیقاً به حیونا میخوره. گلدن رتریور از اینایی که هیچی نمیفهمه و فقط خوشحاله. مثلا نماینده یک دسته از آدماست که اصلا سختی به خودشون نمیدن و همه چیزو راحت رد میکنن. اینا واقعا آپشن خوبیه برای سریال دیدن. جالبه. آره دمتون گرم. میمونم بود یادم نمیاد چی بود، کارتون پلنت اف ایپس. بچه‌ای که میره تو قفسه اون. آره جورج کنجکاو. مثلا میمون علاقه به میمون پیدا کردم سر اون بود. خیلی بامزه بود. اون کت شلوار زرد رنگ هر بار همین یه چیز زرد میشه یادم نمیاد. خب بچه‌ها شب و روزگار بخیر. مراقب خودتون باشید. خدافظ. خدا نگهدار.